بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت. مدعیان دروغین تشیع ادعا می کنند که حجت بودن ائمه اهل بیت و منصوص بودن امامت اونها از قرآن کریم و از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است. به خاطر همین آقای کلینی، یکی از دروغ پردازان مذهب شیعه اثناعشری، در کتاب الکافی در باب حجت در مورد اثبات این ادعای دروغین خود دهها حدیث آورده و روایت های دروغین به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده که در برنامه حجت بی حجت ما به بررسی برخی از این ابواب و احادیثی که در این کتاب آوردن رو خدمت شما عزیزان بودیم با جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان. من قبل از که به مقدمه برنامه امروز بپردازم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت مولانا. خوش آمدید. سلام الله علیکم. خدمت جناب علی و همچنین تمامی بینندگان عزیز و ارجمندی که این برنامه را دنبال کردند و اکنون هم دنبال میکنند، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عزیزان بیننده که با ما بودن، در خاطر گرامی شما عزیزان هست که در دو هفته‌ای که گذشت در مورد ردیه‌ای که در شبکه گمراه زلالت یا همون ولایت خودشون بر این برنامه داشتن صحبت کردیم و در هفته‌ای که گذشت کلیپ تقریباً 27 دقیقه‌ای رو پخش کردیم بدون قطع و برید و همه صحبت‌ها رو در اینجا شما عزیزان شنیدید و ردیایی رو که حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان بر سخنان پوچ جناب حجت الاسلام شترمرغ داشتند. شترمرغ به خاطر میگیم که این آخونده عادتشونه که یک روز شتر میشن و یک روز مرغ. اگر گفتی بار ببر میگن که ما مرغیم، اگر بهشون بگی که تخم بده میگه ما شتریم. به خاطر همین اسم این حجت الاسلام ابوالقاسمی رو گذاشتیم حجت الاسلام شترمرغ. البته این اهانت نیست و عین واقعیت است. بعد اینا اومدن در هفته‌ای که گذشت دوباره به قول معروف پاسخ دادن به بعضی از مطالبی که در اون برنامه عرضه شده بود و با تلبیس و با خیانت و با دروغ خواستن که یک مستمالی بکنن قضیه امام زمان خیالیشون رو و حدیث متواتر یا احادیث متواتری که در این باب دارن. یک نکته خیلی مهم رو من اینجا بهش اشاره بکنم که الحمدلله ما تونستیم در این برنامه اینها رو به اندازه خار ذلیل بکنیم که از قضیه احادیث صحیحی که در اثبات امام زمان داشتن تنازل بکنن، بگذرن، بگن که نه حدیث صحیح نداریم، حدیث متواتر داریم. اگر روایت هایی رو که دروغگویان و کفار و منافقین و زنادقه‌ای که در مذهب شیعه اثناعشری راویان احادیث اینها هستند جمع بکنیم، میشه احادیث متواتر و توسط این احادیث متواتر امام زمانشون ثابت میشه. بعضی از نکاتی که در هفته گذشته در برنامه حجت الاسلام شترمرغ یا همون ابوالقاسمی خودمون ایراد شد، یکی این بود که میگه اینا یکی 2-3 ماه هست که شروع کردن در مورد این مسئله صحبت میکنن، در حالی که تقریبا 2 سال کامل میشه که ما در برنامه حجت بی حجت در مورد دروغ بودن منصوص بودن ائمه اهل بیت و امامت اونها صحبت کردیم. خاصتا در مورد امام زمان خیالی و دروغینشون برنامه‌های مفصلی داشتیم و دروغ بودن این موهوم خیالی رو ثابت کردیم. همچنین گفته بودن که ما در 5 دقیقه جواب میدیم که در هفته گذشته ما دیدیم در 27 دقیقه فقط تقلا میکرد و دست و پا میزد که یک طوری از این قضیه فرار بکنه، اما نتونستن. در هفته گذشته ما صحبت مفصلی داشتیم و اینها اومدن پاسخ دادن که ما تقریبا 5 کلیپ آماده کردیم که اگر فرصت شد در این برنامه این 5 کلیپ رو پخش میکنیم و ثابت میکنیم که در اثبات امام زمان خیالیتون نه حدیث صحیح دارید نه حدیث متواتر دارید. این یک موهوم خیالی هست و شما هر چقدر که خودتون رو بکشید، ساعت هم برنامه بگذارید، نمیتونید
این مفهوم خیالی آدمکش ظالم رو ثابت بکنید، زیرا امام زمانی که شما بهش اعتقاد دارید همون دجالی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آمدنش بشارت داده بودند که در کنار احادیثی که ما در مورد حضرت مهدی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آمدنشون بشارت دادن، روایت هایی هم داریم در مورد دجال که وجه مشترک دین شیعه اثناعشری و یهود این است که همون دجالی که یهود منتظرش هستن این همون مهدی است که شیعیان اثناعشری صبح تا شام یا مهدی ادرکنی میگن و یا امام زمان میگن، در حقیقت منتظر آمدن دجال یهودی هستن. جناب حضرت مولانا، رشته سخن در دست شما و ببینیم که این هفته چیکار خواهیم کرد با این حجج اسلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. همون گونه که شما هم اشاره کردید، برنامه حجت بی حجت تقریبا حدود 2 سال هست که ادامه دارد و ما در این 2 سال ابواب متعددی رو از کتاب اصول کافی و از کتاب حجج که معروفترین و مهمترین کتاب و بخش از اصول کافی هست، ما تونستیم چند تا باب رو بررسی کردیم و تقریبا شاید حدود 1 ماه 2 ماه باشه که رفتیم روی 40 روایت صحیح السندی که ادعا کردن برای اثبات مهدویت و تک تک این روایات رو از ابتدا ما آغاز کردیم و در این زمینه چندین برنامه رو هم داشتیم. تقریبا حدود 3 هفته قبل برنامه داشتیم با عنوان ولادت مهدی و عنوانش بود ولادت مهدی 1 کلاغ و 40 کلاغ که در اون برنامه ما اومدیم و روایات مهدی رو که 40 روایت هستن اینا رو بررسی کردیم که ببینیم 40 روایت هستن، 40 کلاغند یا 1 کلاغ هست و در این زمینه مطالبی رو بنده مفصلا در 2-3 برنامه گذشته عرض کردم و قبلا هم روایات کتاب اصول کافی رو که در اثبات امامت یا ولادت محمد ابن حسن عسکری امام زمان نوشته بود ما نقد کردیم، بررسی کردیم و حدود 40 روایتی رو که در کتاب بحار الانوار بود و آخرین تلاش علمای بزرگ شیعه بود برای اثبات ولادت مهدی که البته غیر از اموری که امروزه معاصرین دارند باز هم تخلا میکنند و تلاش میکنند، آقای مجلسی حدود 40 روایت رو آورده بود که این 40 روایت رو بنده تک تک بررسی سندی کردم و نقل قول کردم از علمای خود مذهب شیعه مانند آیت الله محسینی که این 40 روایت های در واقع غیر معتبری هستند. در اون جلسه من چند نکته رو عرض کردم با توجه به این که قبلا ادعا می‌کردند که ما روایات صحیح السند در باب مهدویت، منظور از مهدویت همیشه که من عرض می‌کنم مهدویت شیعه هست. مهدویت اهل سنت و الجماعت یعنی تمام روایاتی که در باب مهدی اومده در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت اینها کاملا متفاوت با روایات شیعه هست. به هیچ عنوان حتی 1% هم روایات اهل سنت و الجماعت که در مورد مهدویت هست به هیچ عنوان اینها دلیلی برای اثبات مهدی شیعه نیست، به هیچ عنوان، بدین خاطر که مهدی اهل سنت و الجماعت هم در ذاتش متفاوت هست و هم در صفاتش متفاوت هست. یعنی مهدی اهل سنت و الجماعت یک فرد دیگری هست، فرزند یک شخص دیگری هست و همچنین صفات و ویژگی‌هاش متفاوت از اون مهدی هست که شیعه دارن. یعنی مهدی شیعه و سنی زمین تا آسمان فرق می‌کند، ذاتش، نسبش، پدر و مادرش فرق می‌کنند و خود ویژگی‌هایش هم کاملا با هم دیگر تفاوت می‌کنند. این اتفاقا در یکی از برنامه‌ها در موردش صحبت کردیم و حدود 83 فرقی که وجود داره بین این دو تا مهدی رو بیان کردیم. تفاوت واقعا زیاد است. عرض کردم که به هیچ عنوان قابل مقایسه نیستند. مهدی اهل سنت و الجماعت هیچ ارتباطی با شیعه ندارد و مهدی که شیعه به اون معتقد هستند هیچ ارتباطی با اهل سنت و الجماعت ندارد. از دلایلی که شیعه دارند ما نمیخواهیم برای اثبات مهدی خودمون استدلال بکنیم و از دلایلی که اهل سنت و الجماعت دارند به هیچ عنوان با هیچ معیار علمی
درست نیست که شیعه از اونها استدلال بکنند، زیرا که اصل ذاتش هم تفاوت دارد، وجودش تفاوت دارد و شخصش متفاوت هست و همچنین صفات و ویژگی‌هاش کاملا دو شخص کاملا مجزا و جدای از همدیگر هستند که هیچ گونه در واقع تشابهی با همدیگر ندارند. جناب مولانا ما همیشه می‌بینیم که اینها یعنی اعتقاداتشون رو سعی می‌کنن که از روایت‌های اهل سنت ثابت بکنن. مثلا قضیه اسمت اگر صحبت بکنیم، بخاری این گفته، مسلم این گفته، ترمذی این گفته. قضیه امامت این بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود فلان. قضیه یعنی همه قضایایی که مهم، قضیه متعه و صیغه و خمس و همه مسائل، حتی مهدویت. دلیلش چیه؟ خیلی مختصر. شما اگر توجه بکنید در بعد یعنی دلایل نقلی که وجود دارد، اهم از قرآن باشند یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند، در این زمینه دست شیعه خالی هست. نه برای قرآن سند درستی دارند و نه برای روایاتی از پیغمبر یا اهل بیت خودشون. هیچ گونه دلیل ثابت و صحیح و صریح در این زمینه وجود نداره. مجبور هستند که برخی از شبه دلیل هایی که نزد اهل سنت و الجماعت هست که احیانا مطلب فرق می کند، موضوع چیزی دیگر هست یا یک نوع تشابه اسمی هست، این موارد را ذکر می کنند و برای خودشون استدلال می کنند، در واقع که بدین گونه شیعیان غافلی را که اهل مطالعه و اهل تحقیق نیستند این باور را در قلبهای اونها نهادینه بکنند که همون گونه که ما گفتیم اهل سنت هم در واقع چنین اعتقاداتی را دارند، در صورتی که هیچ گونه تشابهی یعنی که از نظر اصولی ثابت باشه در میان شیعه و سنی در میان بحث مهدویت یا بحث امامت در واقع وجود ندارد. در اون برنامه که بنده عرض کردم که ما اومدیم این 40 روایت کتاب بهار الانوار رو بررسی کردیم و جالب اینجا هست که در میان این 40 روایت من در اون برنامه خاطرتون باشد از 40 روایت من 40 تضاد رو بیان کردم. درست. در 40 روایت 40 تضاد رو من آوردم و بررسی کردم و اینجا خوندم در خدمت بینندگان عزیز و عرض کردم که این 40 روایت دلیل بر تواتر نیستند بلکه 40 دلیلند برای نفی تواتر. درست. زیرا که 40 تضاد داره، یعنی اگر 40 نفر دروغگو بیاند یک مطلبی رو ذکر بکنن اونم متفاوت از هر یکی متفاوت با چیز دیگری با نفر دوم، خب ما میدونیم که تقریبا همشون دارن دروغ میگن. تضاد و تناقض دلیل در واقع بطلان هست. خب وقتی که ما اومدیم این روایات رو بررسی سندی کردیم، آقایون یک ساز دیگر زدند که بله شیعه و سنی همه معتقد هستند که در متواتر بررسی رجالی اصلا لازم نیست. درست. بررسی رجالی در واقع لازم نیست. الان شما چرا اومدی بررسی سندی میکنید؟ خب خود شما ادعا کردید که ما 40 روایت صحیح و سند داریم. ما اومدیم روایت صحیح و سندتون رو بررسی بکنیم، گفتی نه 40 روایت چون که متواتر است پس بنابراین نیاز سندی ندارد، کار شما از بی خوبان در واقع اشتباه است. خب من عرض کردم که یکی از این دو معیار رو شما باید انتخاب بکنید. اگر بر روی اصول علمی راه می روید بررسی سندی میکنید، خب بررسی سندی میکنیم. هر روایتی رو که برای اثبات مهدی یا غیر مهدی، هر 12 امامتون، امامتی که شما به آن معتقد هستید و قرائتی که شما از امامت دارید، هر روایتی رو که شما دارید ما حاضریم با شما بررسی سندی بکنیم بنابر معیارهای خودشیه. اگر این معیارشون سندی میترسن جناب استاد؟ چون که سند ندارند. وقتی که ثابت بشود این سند نیست، یک توهم سند هست، دروغ پردازی هست، جعل سند هست، مشخص می شود که نتیجه چی هست. به خاطر همین نه شترن و نه ما. بله. وقتی ما میگیم خب بیای بررسی سندی میکنیم، میگن که نه متواتره. خب اگر معیار تواتر هست نزد شما، چون که ایشون همیشه میگه 40 روایت هست یعنی متواتر، نیاز بررسی سندی نداره. من عرض کردم خب ما حاضریم با این معیار شما با شما کنار بیاییم. 41 روایت رو از کتاب توسی من آوردم، در اینجا نمایش دادم، مبنی بر این که مهدی آخرالزمان امام موسی کاظم هست و اون روایت هم از نظر سندی قوی تر هست و هم از نظر محتوایی منسجم تر هست از روایت مهدویت. 40 روایتی که مجلسی ذکر کرده برای امام 12. یعنی دلایل مهدی بودن موسی کاظم هم از نظر سندی قوی تر هست و هم از نظر محتوایی منسجم تر هست. این همه تناقض و تضاد در واقع ندارد. این یک مطلب. اگر 40 حدیث وقتی که باشه ما دستمون رو ببندیم، دست روی دست بگذاریم که آقا 40 حدیث هست آمنا و سلمنا، به هیچ عنوان نباید رد بکنیم. خب من از شما سوال میکنم که این 40 حدیث را با چه معیاری شما رد میکنید؟ با همون معیار ما میایم 40 روایت
مهدویت شما رو نقد میکنیم. یا غیر از این ادعا کردند علمای شما و عملا آوردن در کتاب فصل الخطاب بیش از 1000 روایت برای اثبات تحریف قرآن و چندین نفر از علمای شیعه تصریح کردند، صراحتاً گفتند که روایات تحریف قرآن متواتر هست. مثل امامت در حد و راویانشون هم همین افراد هستند، طرق هم همین افراد هستند، شیوخ هم همین افراد هستند که بارها من اینو نمایش دادم. خب این 1000 روایت تحریف قرآن را با چه معیاری میخواد رد بکنید؟ چون که 1000 روایت هست چشم و گوش خودتان را میبندید ما قبول داریم، یا اینکه بررسی سندی میکنید؟ با کدام معیار شما روایات تحریف قرآن را رد میکنید؟ با همون معیار ما حاضریم که با شما بیاییم و روایات مهدویت یا به صورت کلی امامت شما را بیاییم و در واقع بررسی بکنیم. اما متاسفانه وقتی ما میگیم بررسی سندی ادعا میکنند که تواتر. وقتی ما میگیم خب تواتر، در اینجا هم تواتر داریم، در اینجا هم ما تواتر داریم درباره مهدی بودن موسی کاظم. همین 40 روایتی که در اینجا هست 40 روایت قوی‌تر هم وجود داره تنها در یک کتاب. و من چندین کتاب از پیروان موسی کاظم در واقع آوردم که اینها کتاب الغیبه نوشته بودند، یعنی کتاب نوشته بودند برای اثبات مهدی بودن موسی کاظم. و این کتاب ها جالب هست که بسیار از اینها حداقل 4-5 موردش جز راویان ثقه شیعه اثناعشری هستند. با این که در واقع جز به امام رضا معتقد نبودند، اما ایشون گفتند که در واقع اینها ثقه هستند. خب ما با هر معیاری که شما حاضر هستید ما هیچ گونه حرفی رو نداریم و حاضریم با شما در واقع این تحلیل علمی رو در اینجا داشته باشید. اما این گونه نمی شود که وقتی ما سراغ سند می رویم میگید متواتر هست، وقتی که ما میگیم خب با معیار تواتر بیایید بررسی بکنیم روایات رو، میگه نه در اینجا این حدیث نمیدونم مشکل سندی دارد و فلان قبول نیست و فلان قبول نیست، پس بنابراین این مطلب رو ما قبول نمی کنیم. یکی از این دو معیار رو برای ما مشخص بکنم. در جلسه قبل من این مطلب رو مشخص کردم که یکی از این دو معیار رو برای ما تعیین بکنید، تکلیف ما هم روشن بشه، تکلیف بینندگان شما هم روشن بشه، ما هم بفهمیم که با چه زبانی با شما صحبت بکنیم و بینندگان هم بدانند که شما چه معیاری رو دارید. اما روی این معیار هیچ حرفی رو نزدن. کاش که به جای این که بیاند این پاسخهای غیر واقعی رو بدند، می اومدن یکی از این معیارها رو انتخاب میکردن تا اینکه بر اساس این معیار ما بیایم باشون در واقع بحث بررسی علمی رو داشته باشیم. و این پاسخهایی هم که دادند، ماهیت این پاسخها رو واقعا من وقتی که این حرفها رو شنیدم به این یقین رسیدم که بحث علمی و تحلیل و بررسی سندی و علمی پاسخی در واقع حتما باید در حد خودش باشه، یک بحث علمی باشه. زمانی که یک انسان از بحث علمی تفره می رود و یا میخواد که دروغ بگوید یا میخواد تدلیس بکند یا میخواد که فریبکاری بکند، دلیل بر این هست که بر این مطلب دلیل قانع کننده ای رو ندارند. و من از این نقطه خوشحال هستم که بینندگان عزیز در واقع با این رویکرد غیر علمی که در رد مباحث علمی دارند، حقیقت انشاءالله برای همگان در واقع مشخص خواهد شد. و این بحثی است که انشاءالله در برنامه امروز ما با توجه به حرفهایی که آقایون زدند خدمت بینندگان عزیز انشاءالله ارائه خواهیم داد. جزاکم الله خیر. البته وقتی که ما برنامه اینها رو نگاه کردیم، جالب است که از بس که به قول استادشون آقای قزوینی اینو سوخته بودن، در طول مدت برنامه هر چند دقیقه یک بار قضیه ملازده رو ذکر میکردن و شروع میکردن به فحاشی. ما هم بر اساس همون منطق خودشون باشون برخورد کردیم و در طول هفته گذشته کلیپ جناب رهبر معظمشون، البته معظم به معنی که اللهیاری اعتقاد داره، و جناب به اصطلاح پیر و مرشدشون، رئیس شبکهشون آقای مکارم شیرازی که خود آخونده بهش میگن که هم یهودی زاده است تا هم ولد زنا، در طول هفته گذشته پخش کردیم. و احمد جان در طول هفته آینده به دوستان اطلاع بده که هر چند ساعت یک بار در شبکه پخش بشه. و ما بارها گفتیم که از دوستان از محبین و دوستان آقای خامنه‌ای، آقای مکارم شیرازی به خاطر پخش این کلیپ ها معذرت میخوایم، چون که خودشون دوست دارن که این چیزا پخش بشه. اگر که دوست ندارید میتونید که این باب رو ببندید و اگر هر موقعی که بخواید باز بگذارید برای ما هیچ مشکلی نیست و ما هیچ خط قرمزی هم نداریم. از
خمینی گرفته تا خامنه‌ای و مکارم شیرازی، اینا همه زیر پاهای ما هستن و برای ما هیچ ارزشی ندارن. جناب استاد اگر اجازه بدید بریم رو کلیپ‌ها. بفرمایید. کلیپ اول رو دوستان عزیزمون در اتاق فرمان پخش بکنن در مورد کتاب چیه استاد؟ نخبة الفکر. این کلیپ رو ببینیم و در موردش حضرت مولانا تعلیق مختصری خواهند داشت. اشکال به من گرفته، گفته شما اسم کتاب رو اشتباه گفتی. کلیپ 204 رو با هم ببینیم. کلیپ 204 ایرادی که به استاد ابوالقاسمی گرفتن، گفتن اسم کتاب رو اشتباه خوندید. در این کتاب شرح نخبة الفکر هست. شرح نخبة الفکر فی مصطلح اهل الحدث اهل الاثر که این آقا اینو نخبة الفکر میخوندند که اشتباه از اسم کتاب رو درست نخوندن. گفتن که شما چرا نخبة الفکر خوندید؟ من همونی که ایشون نشون داد نشون بدم. خدا فرمان لطف کنن. شرح نخبة الفکر، این چیه اینجا روی کاف گذاشته؟ این سکون نیست روی کاف گذاشته؟ من نمیدم کتابی که خودش داره نشون میده نوشته شرح نخبة الفکر. حالا یه کتاب دو مدل خونده بشه. من عکس دیگه نشون بودم. شرح نخبة الفکر لشیخ محمد ابن هادی المدخلی. همه میتونن تو اینترنت جستجو بزنن. اینجا رو اتاق فرمان زوم کنید. رو کاف چی گذاشته؟ چه کسی است؟ یه مقدار بیاین پایین‌تر. فضیلت الشیخ الدکتر محمد ابن هادی المدخلی، از بزرگترین علمای رجالشون. حالا یه کتابو دو مدل میخونن دیگه. اشکال ما شیعه ها اینه، حالا بگیم اسدالغابه یا اسدالغابه، هر دو جورش خونده شده. بگیم شرح نخبة الفکر یا نخبة الفکر، هر دو جورش خونده شده. برای جناب مولانا. من اصولا یعنی عادت ندارم که این موارد غیر علمی رو تیتر بکنم روشون انگشت بذارم، اما یک در واقع اخلاق علمی هست. گوش زد کردن یک خطا نیست. بنده هم احتمال دارد و قطعا این گونه خواهد شد که یک مطلبی رو اشتباه مثلا بخونم، نام کتابی باشه، نام شخصی باشه، نام یک شهری باشه. این کاملا طبیعی هست. چه بسا احیانا به خاطر سبق لسان باشه یا احیانا شاید به خاطر برداشت غلط باشه. کاملا عادی هست یک فرد عالم یک موردی رو در واقع اشتباه بکنه و هیچ گونه ایرادی رو هم نداره. بدین خاطر هم من روی این مطلب بابی رو باز نکردم. صرفا دیدید در قالب نمیدونم چند ثانیه بود گفتند که عرض کردم که ایشون نام کتاب رو اشتباه خوندم، درستش اینه. دیگه روی این نآوردم و در واقع تحلیل بکنم که این آقا نام کتاب رو بلد نیست، چطوری از محتوای کتاب خبر خاصه، مثل در واقع روی کردی رو و روشی رو که این آقایون دارن. احتمال داره من گفتم سبق لسانی بوده باشه یا اصلا تصور اشتباهی بوده باشه یا به هر صورت امکان دیگری هم در این زمینه وجود داره. منتها آقایون چون که اینو دوباره گرفتن به عنوان این که من بنده یک ایراد بی جایی رو گرفتم، مجبور شدم دوباره این روی این نقطه در واقع من این صحیحش رو مشخص بکنم. جالب اینجا هست که ایشون با وجود این که دوباره میخواد اون اشتباهشون رو تصحیح بکنن، باز هم اشتباه خوندن. اگر قرار بر اشتباه گرفتن باشه باز هم همین کلمه رو در واقع اشتباه خوندن. اسم کتاب رو زیر مثلا نخبة الفکر اصلش هست، وقتی ما میگیم شرح نخبة الفکر اونجا هم اعراب هم گذاشته بود، کسره روی نخبه هم بود، اما ایشون در واقع توجه نکردن زیرا که ذهنشون جای دیگر بود. احتمال داره کسی متوجه نیست، اما اگر بخواید علمی بررسی بکنید، خب همین کتابی که شما دوباره اسمش رو خوندید دوباره اشتباه خوندید، یک جای دیگری رو اشتباه کردید. این یک مطلب. مطلب دوم، اون بنده خدایی که کتابش رو نوشته خب یک چیزی روی اسم کتاب گذاشته و این گونه نیست که ما فکر بکنیم که هم اینش درسته هم اونش درسته. الان این آقا اومده یک چاپی رو که مثلا به طور مثال یک خطاطی اشتباه نوشته، خطاط بی سوادی بوده تو چاپخانه یک چیز رو اشتباه نوشته و یک کسره ای رو یا سکونی رو اشتباهی گذاشته، اونم آدم بی سوادی بوده. عاقلان پی نکته نمی روند. شما باید خود نام کتاب را، محتوای کتاب را، اصلا معنی همین جمله را شما به عنوان یک حجت الاسلام اینو باید در مد نظر می داشتید. اما همین کتاب را، من نام کتاب را از کتاب ملا علی قاری شرح نخبة الفکر هست. در این کتاب دوستان توجه بکنند،
شرح نخبة الفکر مال مولا علی قاری هست. این کتابی هست که ایشون هم در این برنامه از اون در واقع استفاده کرده و به این خاطر ما خود این کتاب رو انتخاب کردم. در این کتاب نام کتاب را به صورت صحیح در واقع ذکر کرده. در صفحه 148 این کتاب در اینجا هست. صفحه 148 این کتاب هست در اینجا. و سمیتها فلخصته فی اوراق لطیفه. در آخر میگه سمیتها، این کتاب رو من نامگذاری کردم به چی؟ یعنی این اوراق رو من نامگذاری کردم نخبة الفکر، به نام نخبة الفکر این رو من گذاشتم. خب این چگونه تلفظ میشه؟ به کسر الفاء و فتح الکاف، با فایی که زیرش کسره هست و کافی که رویش فتحه هست. خب فکر یعنی چی؟ جمع الفکر. فکر جمع فکره، فکر مفرد هست، فکر چی هست؟ جمع هست. و نخبة بالضم فعلة بمعنى المفعول، نخبه بر وزن فعله به معنی مفعول هست. ای ما ینتخب و یختار، یعنی چیزی که انتخاب میشه، برگزیده میشود. و الحاصل، نتیجه چی هست؟ خیار ما حصل من الافکار فی علم الاخبار. یعنی منظور از این عنوانی که من گذاشتم یعنی گزیده افکار در علم اخبار، گزیده افکار در علم اخبار. این افکار برگزیده رو من در این کتاب جمع کردم که در مورد علم در واقع اخبار و روایت حدیث است. در اینجا صراحتا آورده که این با به کسر فا هست و فتح کاف است. اینو همه طلاب علم در واقع هر کسی که با این کتاب آشنایی دارد این مطلب را میداند. اگر ایشون یک دقتی هم میکردن به نام کتاب یا به شروع کتاب یا در واقع به مختصراتی که این کتاب دارد، باز هم در واقع به این نقطه ایشون میرسیدن. کتاب النکت هست، کتاب النکت نوشته شده بر نزهة النظر که این نزهة النظر هم مال مؤلف هست. فی توضیح نخبة الفکر، اصل نخبة الفکر مال ابن حجر هست، خودشون دوباره شرحش کردن، نزهة النظر نوشتن و بعد از ایشون یک آقای حلبی اومده این نکات رو در اینجا در واقع نکته هایی رو بر این کتاب اضافه کرده و در اینجا آورده. خب در این کتاب یک مطلبی رو داره، کلمتون حول نخبة الفکر، مطلبی در مورد کتاب نخبة الفکر، یعنی این اسمش چی هست و فلان. در اینجا آورده یکی واقعا اگر که هر دوتاشون درست بود، این اصل قافیه شعرهایی که در مورد این کتاب گفتن اون همش زیر سوال میره. با توجه به این که من عرض کردم از خود کتاب شرح مولا علی قاری آوردم که تلفظ دقیقش این هست. در اینجا یک شعری را آورده درباره این کتاب: علم الحدیث غدا فی نخبة الفکر نارا علی علم یدعو اولی الاثر. الفکر و الاثر، این قافیهش باید این گونه باشه، وگرنه اگر فکر بخوانیم این قافیه به هم میخورد. غیر از این کتاب‌هایی که در شرح این کتاب نوشته شده، اگر نامشون رو مد نظر قرار میداد مطمئن میشد که نخبة الفکر اشتباهه، هم از نظر معنی اشتباه هست و هم از نظر در واقع تلفظش. مؤلفها یکی از شرح‌هایی که در اینجا نوشتن نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر، یعنی خود مؤلف کتابی نوشته به نام نزهة النظر که این اصل کتاب هست. کتاب دومی که در این زمینه هست نتیجة النظر، نظر به شرح نخبة الفکر. کتاب دیگری باز هم نتیجة الفکر. کتاب چهارمی استجلاء البصر من شرح نخبة الفکر، البصر و الفکر. کتاب دیگری نتیجة النظر باز هم. و کتاب دیگری بهجة البصر لنثر نخبة الفکر، باز هم البصر و الفکر. کتاب دیگری المختصر من نخبة الفکر و موارد دیگری هم که در اینجا هست، عقد الدرر فی شرح مختصر نخبة الفکر. تمام این شروحی که در اینجا هست همشون بر وزن همون فکر هست. دلیل بر این است که نام صحیح این کتاب همون نخبة الفکر هست، نه نخبة الفکر. منتها این مسئله چندان مهمی هم نبود، نمیدونم چه سبق لسان باشد چه عمدن هم انسان اشتباه بکند، چندان مسئله مهمی نیست. اما در مراودات علمی انسان گوشزد کردن یک خطا به معنی این است که در واقع دلسوزی که حداقل اسم کتاب در واقع به صورت صحیح تلفظ بشود، بیشتر از این ارزشی رو در واقع ندارد. جزاکم الله خیر.
بله بینندگان عزیز و گرامی، کسی که شاگرد آیت الله چرتکه باشه دیگه از اون شما توقعی بیشتر از این نداشته باشید که فرق بین فکر و فکر رو نفهمه. حالا ذکر آیت الله چرتکه شد استاد، اگر اجازه بدید که تفریح هم بشه برای بینندگان. احمد جان میگه آماده است کلیپش، اینو ببینیم و دوباره برگردیم خدمت شما. با ما همراه باشید. آیت الله چرتکه از 700 تا 800 855 خب عیبی نداره. از 1000 تا 1100 از 1000 تا 1100 عجب سوالی. از 1000 تا 1100 1330 باریکلا چه پاسخ ظریف و کاملی. از 1000 تا 1100 یه لحظه میشه یه بار دیگه سوالتون بگین؟ سوالتون چی بود؟ از 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1111 سال وفات علامه متین مجلسی. عجب جواب موشکافانه ای. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. راهنمایی کنین یه مقدار بیشتر. میشه سوالتون رو بشکافین؟ حالا 1000 مثلا 1000 و کم پایین تر 40 و خورد 50 1555 مسلطی به اعدادا، من خوشم اومد. چرتکه وسیله ای قدیمی است که برای انجام محاسبات به کار می رود. حدود 2300 الی 2700 سال قبل از میلاد مسیح اولین چرتکه توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته است. در طول امپراتوری هخامنشی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح ایرانیان اولین بار شروع به استفاده از چرتکه کردند. در دوره و زمانه ما نیز با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی همچنان نمونه‌هایی از چرتکه خودنمایی می‌کنند. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. کلیپ دومی که انتخاب کردیم، عزیزانم در اتاق فرمان اگر که کلیپ شماره 2 رو آماده پخش داشته باشن، مرض جهل، نادانی خیلی مرض بدیه، خاصا برای کسانی که حجت الاسلام باشن، آیت الله باشن. حالا مثلا در علم ریاضیات اگر که استادشون از 1000 تا 1100 بلد نیست یک شماره رو انتخاب بکنه، زیاد تاثیر منفی در بین شیعیان نخواهد داشت. اما وقتی که کسی که به درجه حجت الاسلامی رسیده و میاد مثلا هفته 1-2 تا برنامه زنده داره و شیعیان بیچاره میشینن پای منبرش و برنامهش رو نگاه میکنن،
این انسان اگر به این درجه احمق و جاهل باشه و نادان باشه که نتونه اون مطلب رو درک بکنه از یک کتابی مثل کتاب ملا علی قاری که دلیل آورده بودن که در قضیه حدیث متواتر معرفت الرجال شرط نیست. حالا این کلیپ رو ببینیم، توضیحات بیشتر رو حضرت مولانا دهقان خواهند داد. بفرمایید. من یک تقاضایی دارم از بینندگان عزیز و ارجمند، چون که این مطالب صرف علمی هست و مطالب دقیقی هست و چه بسا بسیاری از بینندگان عزیز و ارجمند ما این مطالب را تاکنون نشنیدند، چون که بحث تخصصی هست. من تقاضا میکنم که قلم و کاغذی بردارند، حرفی رو که بنده زدم بنویسند، حرفی رو که بنده زدم اینو هم بنویسند و حرفی رو که این آقایون میزنند اون هم بنویسند، ادعای اون آقایون هم بنویسند، بعدش دلیل اون آقایون هم بنویسند، یعنی روی یک برگه کاغذ بنویسند تا اینکه مباحث رو کاملا یک المامی و توجه خاصی به این مسائل در واقع داشته باشند تا اینکه نتیجه برایشون دقیقاً مشخص باشه. هم دقیق حرف بنده رو من چی گفتم، چی جوابی دادند، هر دوتا رو بنویسند و ادعای اون آقایون رو چی ادعایی کردند و دلیل و مثالی که آوردند هر دوتا رو با هم بنویسند، کنار هم قرار بدن تا بعد از این توضیحاتی که بنده عرض میکنم. بله. حالا کلیپ شماره 2 رو میبینیم تا بیشتر با حماقت و جهالت آخوند جماعت آشنا بشید. کلیپ شماره 2 رو ببینیم. شما یک روایت متواتری رو یا یک روایتی رو که در واقع گویندهش مجهول هست و ما نمیدونیم می آوردی که برای ما مشخص میکردید که فلان خبر متواتر، فلان حدیث متواتر راویانش برای ما مشخص نیستن. عملی باید این مثال میدادی، نه اینکه در خیابون چند نفر یک چیزی رو گفتن ولی این کنها رو نشناسی خبرشون معتبر باشه. حتی لازم نیست بدونی کیه. مثالش گفتم تو خیابون شما 1000 نفر رو میبینی که نمیشناسی، همه میگن آقا تصادف شده بود. خب این بهش میگن متواتر. بله. بخش دوم از دقیقه حدوداً 30-32 برنامه یکم دی ماه بود که دیدید استاد عباسمی فرموده بودن اما ایشون گفتن نه نیاورد. اما من اگر تصویر کنم اتاق فرمان، من دقیقاً همین فایل باز، یعنی هیچ تغییری هم تو این فایل ندادم، همون قبلیه. حتی شناخت خود روات لازم نیست. فالحاصل عدم اشتراط معرفت الرجال عند حصول الاکثار، لا اشتراط عدم اعتبارهم فی الاخبار فاعتبروا یا اولی الابصار. نتیجه آقا وقتی که زیاد شدن سندها لازم نیستش که ما بدونیم این فرد کیه، این فرد کیه، این فرد کیه. مثل خبر واحد نیستش که حالا بخواید بررسی بکنیم این کیه. من برای اینکه باورشون بشه آقا این رو من از خودم نیاوردم، از برنامه‌های اهل سنت آوردم، میارم براتون میذارم ببینیم کتاب رو. شرح نخبة الفکر یا نخبة الفکر قاری جلد 1 صفحه 172 دقیقا همین رو آورده. فالمدار الاصلی فی باب التواتر علی الاحاله و الافاده دون اعتبار العدد و العداله، تا اینکه اینجا مطرح میکنه. درست شد. بعد راجع به چی هست؟ چون یه سری اشکالات گرفتن، ما تمام اینا رو میگیم که دیگه بهانه نشته باشن. اذا روا عن العشرة المبشره، بحث چیه؟ خبر یا روایته؟ اخبار داره میگه، داره روایت نقل میکنه. روایت. روا عن العشرة المبشره، بحث پس سر روایته. اینجا بحث سر شهادت یا روایته؟ روایته. کتاب چیه؟ شرح نخبة الفکر یا نخبة الفکر قاری. کتابی است که اینا برای فهم علوم اسناد خودشون درست کردن. حالا ما نشون میدیم چون خود ایشون به یکی دیگه از شرح همین کتاب استدلال کرده. پس کتاب مربوط به علم روایت، نه به علم اصول، نه به اخبار. بحث هم مربوط به روایت میاد میگه چی؟ میگه که مهم نیستش که افراد رو بشناسیم. گفت آقا نمونم داریم، من تو همون فایل خودم، یعنی دقیقاً تو همون فایل نمونهش هم بود، یعنی من اول قاعده رو آوردم، پایینش هم دقیقاً چی آوردم؟ نمونه. بله. خب بینندگان عزیز و گرامی، شما زیاد گیر ندید به جهالت اینها، چرا که در شبکه‌ای که رئیس کل این شبکه یک یهودی زاده ولد الزنا باشه، ما به این که حدیث متواتر است، قضیه به تواتر رسیده،
تعداد زیادی از حجج اسلام و آیات اعظام این را گفتن و در حوزه علمیه قم و نجف همونطوری که در کلیپی که در طول هفته گذشته و هفته آینده پخش خواهد شد انشاءالله اینو خواهید دید که این به حد تواتر رسیده که ایشون هم یهودی زاد از آیت الله مکارم شیرازی هم ولد زنا. 1000 نفر که ایشون میگه که 1000 نفر اگر در خیابون بیان یک مطلبی رو ذکر بکنن، حالا اگر این 1000 تا از حوزه علمی قم باشن و از علمی نجف باشن دیگه حدیث میشه فوق تواتر. این منطق ایشون هست و حالا ببینیم که جهالت و حماقت ایشون در کجاست. حضرت استاد در خدمت شما است. بله، دقیقاً همین کتابی رو که ایشون استدلال کردن، اون کتابی هست قبلا هم عرض کردم، شرح نخبة الفکر هست که بر کتاب شرحش هست. یعنی شرح نزهة النظر هست و نزهة النظر شرح خود مؤلف هست. نخبه و نزهه هر دو تا مال ابن حجر هستند و این شرح مولا علی قاری هست که همین مطلبی که در این کتاب نشون دادن. ایشون اومدند و گفتند که ما مطلب رو کامل نشون میدیم که تا فردا یک حرف دیگری رو نزدند، اما باز هم این مطلب رو از وسط گرفتند که هیچ گونه ارتباطی نداره و مطلب واضح نشد. میگن ترک عادت موجب مرض است. من این مطلب را به صورت کلی از اول میارم که مطلب چی هست و دعوا روی چی هست، حرف ابن حجر چی بوده، حرف مولا علی قاری چی بوده. در این کتاب در صفحه 171 همین مطلبی که ایشون نشون دادم، یک مطلبی در اینجا هست، رو ذالک عن مثلهم من الابتداء الی الانتهاء. یکی از شروط تواتر رو بررسی میکنه. یکی از شروط تواتر رو که ابن حجر ذکر کرده این هست که این روایت باید از ابتدا تا انتها در یک سطح روایت شده باشه، این در حد تواتر. یعنی 10 نفر از 10 نفر یا 20 نفر از 20 نفر عدد مشخص نیست، مهم این که عدد کثیری از عدد کثیری از ابتدای سند تا انتهای سند اینو در واقع نقل کرده باشن. در زیر این متنی که در اینجا آمده مولا علی قاری شرحی آورده روی این و یک دعوایی بین استاد و شاگرد رو نقل کرده. یک دعوایی بین استاد و شاگرد رو. استاد کی هست؟ نویسنده اصل کتاب هست. شاگرد کی هست؟ قاسم ابن قتلبغا هست. در اینجا ببینیم میگوید که قال المصنف، مطلب از اینجا در واقع شروع میشد. قال المصنف فی تقریر هذا المحل، یعنی ابن حجر. ابن حجر در توضیح این مطلب این نقطه را گفته. الان کجا گفته؟ اینو شاگردش داره نقل میکنه در کلاس درس خودش. در کتابش من وجود نداره. فقط یک یادآوری بکنم که این آقای ابوالقاسمی یعنی گاهی اوقات استاد دانشگاهی تو مسجدی تو جایی تو حسینی بهشون این کلیپ ها رو میده که پاسخ بده. من از ایشون خواهش میکنم یا از اون 200 تا مرجع و استادی که هستن یک قلم و کاغذ بگیرن این مسائل رو یادداشت بکنن که تا اینطور آبروریزی نکنید تو شبکه‌تون. من این مطلب رو از این کتاب نمیخونم، از جایی که مولا علی قاری گرفته از اونجا میخونم. منتها این مطلب رو استاد و شاگرد برای بینندگان عزیز مشخص باشه. دقت بکنن در اینجا میگه قال المصنف فی تقریر هذا المحل. مصنف یعنی نویسنده کتاب در توضیح این مطلب و این شرط تواتر که این تواتر باید در تمام طبقات سند باشد چنین فرمودند. از اینجا بعد از این دو نقطه حرف ابن حجر هست که شاگردش نقل میکنن. بعدش در پاراگراف بعدی ابن مولا علی قاری میگه قالت تلمیذ، شاگرد گفته. اول گفت مصنف گفته، بعدش گفت که شاگرد گفته. یعنی این که مصنف استاد و شاگرد با هم دیگر اختلافی داشتن. الان اختلافشون روی چی بوده؟ نقدی که شاگرد ابن حجر بر استاد خودش گرفته چی بوده؟ اینو برمیگردیم از کتاب خود شاگرد. این خدمت بینندگان عزیز من میخونم. دوستان عزیز نمایش بدن. حاشیه ابن قتلبغا هست بر شرح نخبة الفکر. نخبة الفکر شرحی عرض کردم دارد به نام نزهة النظر. هر دوتاشون این هر دوتا کتاب مال حافظ ابن حجر هستن. در این کتاب ببینیم که این شاگرد علیه استاد خودش چه نقدی رو دارن، چه مطلبی رو در اینجا گفته و بعد از این مولا علی قاری اومده در میان استاد و شاگرد میانجیگری کرده. درست. اینها رو با هم دیگه صلح داده که حرف شما درسته، حرف استاد درسته یا حرف شاگرد درسته. خب در اینجا میگوید که المصنف، ببینید در صفحه قبلش هست، میگوید که قوله رو ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء، همون مطلبی که در اصل کتاب بود. قال
المصنف فی تقریر هذا المحل. همون حرفی رو که مولا علی قاری زده اینجا از زبان خود قطلبغا هست، قاسم ابن قطلبغا هست. خب در اینجا میگه استاد من چی گفته؟ استاد من اینو گفته که المراد مثلهم فی کون العاده تحیل تواطؤهم علی الكذب. منظور از این که مثلشون باشند یعنی در یک حدی باشند که تبانی اونها بر دروغ ممنوع باشه، از نظر عقلی امکان پذیر نباشه. در یک حدی باشند اون رجالی که در سند هستند در تمامی طبقات، در یک حدی باشند که تبانیشون بر دروغگویی امکان پذیر نباشد. و این لم یبلغوا عددهم، گرچه به تعداد تواتر نرسند، گرچه عددشون زیاد نباشه، در یک حدی باشند که تبانی اونها بر دروغ امکان پذیر نباشد. عددشون زیاد مهم نیست. درست. خب در اینجا توضیح میدهد ابن حجر، بازم این همون حرف استاد خودش هست. میگه ابن حجر میگه فسبعة العدول ظاهرا و باطنا مثل 10 عدول فی الظاهر فقط. 7 نفر که از نظر ظاهری و باطنی عادل باشند مساوی هستند با 10 نفری که ظاهرشون عدالته. یعنی 7 نفری که خدا اونا رو تعدیل کرده، در قرآن برای رضایت اونها روایاتی رو داریم، یعنی هم باطنشون تعدیل شده و هم ظاهرشون که ما از اونها در واقع عادل هستن. میگه 7 نفر از اینها مساوی با 10 نفر هستن. یعنی کاری به تعداد در اینجا نداره، تعداد مهم نیست، صفتشون مهمه. 10 نفری که عدالتشون قوی تر هست، 7 نفری، بله 7 نفری که عدالتشون ثابت شده از ظاهر و باطنا مساوی هستند با 10 نفری که عدالتشون پایین تر هست و فقط ظاهرا ثابت شده. این حرف ابن حجر هست. مثل 10 عدول فی الظاهر فقط. مثلا این به عنوان یک مثال اینو در اینجا میگه فإن الصفات تقوم مقام الذوات. میگوید که صفات قائم مقام ذوات هستند. درست. یعنی ویژگی های هر فردی، یا به تعبیر امروزی مدرک خودش رو تقویت میکنه، صفتش و ویژگیش، درجه علمیش خودش رو تقویت میکنه. اگر یک طرف ما نگاه بکنیم به طور مثال چند نفر کارگرند، چند نفر کارگر، اما طرف دیگر چند نفر بی سوادند، به طور مثال یک نفر حجت الاسلام باشه، کدومشون ترجیح داره؟ حجت الاسلام. چرا؟ چون که حجت الاسلام است، چون که امامی به هر صورت در اینجا قول ابن حجر هست. ابن حجر میگه که صفات قائم مقام ذوات هستند. یعنی این که اگر تعداد راویان متواتر کاسته شد و در مقابل بر صفاتشون افزوده شد، انسانهای قوی بودن، معتبرتری بودن، ظاهرا و باطنا عدالتشون ثابت شده بود، این در واقع این صفات قائم مقام ذوات خواهد بود. بل قد یفید قول 7 صلحا. باز هم اینو مثال میزند، میگوید که قول 7 نفر انسان صالح، بل قد یفید قول 7 صلحا العلم. از حرف 7 نفر انسان نیکوکار ما به یک مطلب علمی میرسیم، قولشون مفید علم هست. ولا یفیده قول 10 دونهم فی الصلاح. 10 نفر دیگر که به اون اندازه اهل صلاح نیستن، انسان نمیتونه به حرفشون به اندازه اعتماد بکنه که بر اون 7 نفر اعتماد داره، در صورتی که عددشون هم بیشتر هست. چرا بر هر 7 نفر اعتماد کردی؟ چون اونها انسانهای صالحی هستن. فالمراد حینئذ المماثله فی افاده العلم لا فی العدد. نتیجه ای که ابن حجر گرفته چی هست؟ میگوید که ابن حجر میگوید که پس بنابراین منظور افاده علم هست که ما از این تعدادی که روایت کردن ما به علم یقینی تری برسیم، لا فی العدد. عدد در اینجا اعتباری رو ندارد. خب تا اینجا این قول خود ابن حجر هست. من خلاصه میکنم این قول ابن حجر رحمت الله علیه را. ابن حجر در اینجا میگوید که تعداد راویان خبر متواتر چندان مهم نیست، بلکه صفاتشون مهمتر هست. درست. اگر تعدادشون کمتر بودند اما صفاتشون قویتر بود، عالم بودند، حجت الاسلام بودند، نمیدونم صالح بودند، فلان بودند، این صفت و ویژگیشون قول اینا رو، کفه اینها رو، ترازو اینا رو چکار میکنند؟ سنگین تر میکنند. یعنی به این معنا که مثلا ما 3 نفر از صحابه داریم، ابوبکر و عمر و علی، 3 تا از صحابه. در طرف مقابل ما مثلا 10 نفر از تابعین داریم. در اینجا برای من قول این 3 نفر از صحابه برابر قول 10 نفر از تابعین ارزش داره. چون که اینها ظاهر و باطنشون رو الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم تایید کرده. بله. خلاصه حرف اینه. بله، حرف اینه که ابن حجر میفرماید که در اینجا شخصیت معتبره،
صلاح معتبره، عدالت معتبر هست و عدد معتبر نیست. این حرف ابن حجر هست. خب بعد از این شاگرد چی میگوید؟ قلتو، الان حرف شاگرده که این حرف شاگرد رو باز مولا علی قاری در اونجا نقل کرده. الکلام الاول هو الصحیح، کلام اول اون صحیحه. کلام اول یعنی چی؟ یعنی این که عددشون به اندازه برسه که برای ما یقین آور باشه. اینو ما قبول داریم. عددشون به اندازه برسه که یقین آور باشه. این مطلب رو من قبول دارم. و قوله فثبت، اما این حرفی که گفت 7 نفر به بعد، در اینجا ابن حجر گفت که اگر 7 نفر ظاهر و عادل باطن باشند مساوی با 10 نفر هستند. درست. خب میگه اما این حرفش از نظر من اشکال داره، اینشو من قبول ندارم. این حرفشو من قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ و قوله فثبت الی آخر لیس بشیء، این حرفش معتبر نیست. من حرف استادمو در اینجا قبول ندارم. به چه دلیل؟ اذ لا دخل لصفات المخبرین فی باب التواتر. شاگرد میگه صفت مخبرین یا راویان حدیث در باب تواتر هیچ ارزشی نداره. 1000 تا مدرک دکترا هم داشته باشه اما یک نفره. حجت الاسلام هم که باشه اما یک نفر هست. عدد معتبره نه صفت. این حرف شاگرد هست برخلاف حرف استاد. والمقام مستغن عن هذا كله، اصلا نیازی به این بحثا هم نیست. نیازی به این بحثا هم نیست. زیرا که اصل مطلب اینه که اون تعداد به اندازه‌ای برسند که از نظر عقلی تواتر و تبانی اونها بر دروغ گفتن محال باشه. الان یک اختلاف نظری هست در میان استاد و شاگرد. استاد میگوید که صفات مخبرین معتبر هست، صفات راویان معتبر هست، این باید بیشتر ملاک قرار داده بشه. شاگرد میگه که نه، عدد بیشتر معتبر هست. الان کدوم یکی رو ما معتبر قرار بدیم؟ الان بین استاد و شاگرد ببینیم که مولا علی قاری چی میگه. مولا علی قاری اومده میگه که شما هر دوتون در واقع حرفتون دقیق نیست. نه عدد معتبره و نه عدالت. نه عدد معتبر هست و نه عدالت یا نه صفات مخبرین، بلکه یک چیز دیگری هست که در اینجا معتبر هست و ملاک قرار میگیره. یعنی در اینجا ابن مولا علی قاری نیومده بگه که عدالت هیچ اعتباری رو ندارد یا بگه که تعداد افراد هیچ اعتباری رو ندارد، بلکه در میان این دوتا اومده به یک وجهی جمع کرده. الان میریم روی قول خود آقای مولا علی قاری. تا اینجا میگه که عرض بکنم که آورده تا اینجا خود همون حرف شاگرد هست، قاسم ابن قتل القوا والمقام مستغن عن هذا كله. انتها، یعنی حرف استاد و شاگرد تا اینجا تمام شد. از اینجا به بعد دیگه مهار و کلام در دست خود آقای مولا علی قاری هست. میگه و هو ظاهر قولهم من ان المتواتر لا يبحث فيه عن رجاله. حرفی که گفتند، یعنی خود ابن حجر گفته که متواتر در اون بحث رجالی نمی شود، ظاهر حرفش همین مطلبی است که در اینجا ذکر شده. ظاهر حرف چی هست؟ یعنی این که اگر تعداد راویان به اندازه‌ای رسید که افاده علم بکند، نیازی به بررسی سندی نداریم. اگر تعداد راویان به اندازه‌ای برسد که تبانی اونها بر دروغ محال باشد، وقتی که از نظر عقلی ما قانع شدیم که تبانی در میان اینها یعنی به حد صفر رسیده، اصلا احتمالش نیست که اینا همه دروغ گفته باشند، این اصلش معنیش همون حرفی است که ابن حجر گفته که متواتر نیازی بررسی سندی هم در واقع ندارد. اما خب این حرف کی هست؟ حرف ابن حجر هست. این حرف مولا علی قاری نیست. مولا علی قاری از این به بعد نظر خودشو میگه. درست. نظر خودشو در اینجا میگه. متوجه شدی در اینجا شاگرد هم گفت والمقام مستغن عن هذا كله. نیازی به این بحثا الان نیست. من و استاد وقتی اختلاف نظر داریم، اما معیار چی هست؟ معیار این است که یک جمع کثیری از جمع کثیری روایت کرده باشند که تبانی اونها بر دروغ چیکار هست؟ محاله. که ببخشید آقای مولا علی قاری میگه معنی حرف هر دوتاشون استاد و شاگرد که گفتند که المتواتر لا یبحث فیه عن رجالی همین هست. خب تا اینجا حرف استاد و شاگرد تمام شد. لکن از اینجا حرف خود آقای مولا علی قاری، لكن التحقیق ان الاحاله العادیه قد تكون من حیثیه الکثره. میگه که این احالت ما از کجا بفهمیم که محاله که اینها بر هم دیگر چیکار بکنند، یعنی تبانی بکنند برای دروغ گفتن. این محال بودن رو ما از کجا متوجه میشیم؟ باید یک معیاری باشه که ما متوجه بشیم که محاله که اینا دروغ بگن.
شاید هم دروغ بگن. ما از کجا مطمئن هستیم که دروغ در واقع نمی؟ میگوید که لکن تحقیق در اینجا این هست، تحلیل علمی و حرف آخر این است که الاحاله العادیه، یعنی محال بودن تبانی اونها بر دروغ، قد تکون من حیثیت الکثره، گاهی وقتی از تعداد زیادشون در واقع به ما اطمینان میرسه. از بس که زیاد هستند، 1000 نفر، 2000 نفر، 100,000 نفر گفتن، از این کثرتش ما میدونیم چیکار هست. محاله که این همه 10,000 و 100,000 در واقع چیکار بگن؟ دروغ بگن. یعنی گاهی وقتی این اطمینان برای ما حاصل می شود با توجه به تعداد بسیار زیاد راویان، من غیر ملاحظه الوصفیتی، قطع نظر از وصفشون که عادلند، عادل نیستند، نمیدونم که علم دارند یا علم ندارند، صالحند یا غیر صالحند. گاهی وقتی تعداد به اندازه زیاد می شود که دیگه این احاله برای ما ثابت میشه که محال است که اینا بر دروغ در واقع تبانی کرده باشند. و قد تکونو به انضمامهما، گاهی وقتی هر دوتا با هم میشند، یعنی هم عدد و هم وصفیت که با هم بشن، ما به این نتیجه میرسیم که این همه آدم که همهشون حجت الاسلام هستند، پس بنابراین تبانی اینها بر دروغ محال هست و قابل وقوع نیست. گاهی وقتی هم عدد تأثیر دارد و هم عدالت یا هم صفات مخبرین. فإن وقد تكون بانضمامها كما اذا روى عن العشرة المبشرة. یک مثالی رو میدند، به طور مثال که اگر روایت بکنند از عشره مبشره، مثلا 20 من التابعین، 10 نفر از صحابه عشره مبشره، از اینها 20 نفر از تابعین چیکار میکنند؟ روایت میکنند. 20 نفر تابعی از 10 نفر صحابی که عشره مبشره هستند روایت میکنند. فانه لا شک ان العاده تحیل اتفاق الاولین علی الكذب. در این هیچ شکی وجود نداره که اتفاق اولین، یعنی عشره مبشره، بر دروغگویی چیکار هست؟ محاله، زیرا که اونها ظاهرا و باطنا ما میدونیم که چیکار هستند؟ الله تعالی اونها رو عادل کرده. ولا تحیل اتفاق العشره من التابعین علیه. اما 10 نفر تابعی باشند شاید هم احتمال داشته باشه که یا اتفاق بکنند بر دروغگویی یا اینکه اشتباه بکنند. ولو کانوا عدولا، گرچه 10 نفر عادل هم باشند، احتمال اشتباه در اینا در واقع منتفی نیست. و کذا مثال دیگری رو میزن. تمام اینها قول خود آقای مولا علی قاری هست. اگر از اون 10 نفر ما مطمئن هستیم که هم عددشون زیاده، 10 نفرن، و هم صفاتشون، یعنی میگه که هم عدد معتبر هست و هم صفت معتبر هست در اینجا، پس بنابراین نمیشه که ما عدد را نادیده بگیریم یا صفت را، هر دو تاشون معتبر هستند. این مثال رو داره میزنن. و کذا اذا نقل 20 من المفتین، به طور مثال اگر 20 نفر مفتی و مدرس یک چیزی رو نقل بکنند، یک مسئله را، یحصل العلم بهم ما لا یحصل بما ينقل 20 من الطلبه. 20 نفر استاد وقتی که یک چیزی رو نقل بکنند، اگر در مقابل 20 نفر طلبه نقل بکنند، خب اعتماد ما بر 20 نفر استاد چیکار هست؟ بیشتر هست. او 50 من غیرهم، یا 20 نفر طلبه باشند، 50 نفر عادی باشند، بازاری باشند، کدوم معتبرتر هست؟ خب اونی که در واقع 20 نفر طلبه اند، حوزه دیده هستن، اینها دیگه قولشون باید قوی تر باشه از 50 نفری که اهل بازاری باشن. خب پس بنابراین من اینو در اینجا خلاصه میکنم که ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه میگفت که در اینجا صفات مخبرین اعتبار بیشتری رو دارد. ابن حجر میگفت. شاگردش میگفت که نه، صفات مخبرین در اینجا تأثیری رو ندارد و عدد در اینجا چیکار هست؟ تأثیر بیشتری رو دارد. این اختلاف استاد و شاگرد هست. مولا علی قاری اومده در اینجا میگوید که نه عدد معتبر هست و نه عدالت. معیار اصلی نه روی عدد هست و نه روی عدالت هست، بلکه معیار اصلی احاله و افاده هست. احاله و افاده یعنی معیار اصلی بر این است که ما به این نتیجه برسیم که تجمع اینها، تبانی اینها بر دروغ محال هست و افاده علم بکند. معیار اصلی نه عدد هست و نه عدالت، یعنی عدد و عدالت معتبر نیستند. خب چی معتبر هست؟ احاله معتبر هست و افاده معتبر هست. این دوتا در واقع میگوید که اینها معتبر هستند. خب من اینجا یک بحث رو اینجا نگه میدارم. خب ما از کجا این احاله و افاده رو از کجا حاصل میکنیم؟ یک سواله. ما از کجا بفهمیم که این آقایونی که این مطلب رو نقل کردن الان ما یعنی محال هست که اینها دروغ گفته باشند؟ با چه معیاری ما بفهمیم که این آقایونی که این حرف رو زدن حرفشون مفید علم هست؟ عدد و عدالت را ابن حجر رد کرد، گفت که چی هستند؟ احاله و افاده هستند. الان این احاله و افاده از کجا حاصل میشند؟
جواب این سوالو میده مولا علی قاری؟ این جواب این سوالو من از مولا علی قاری نمیداد، اینو خود ابن حجر این رو جوابش رو میداد. خود ابن حجر این در واقع جواب رو در اینجا میدهد. این بر همون کتابی که من قبلا عرض کردم خدمت بینندگان عزیز نمایش دادم، حاشیه ابن قطلبه. بله، شاگرد ابن حجر. شاگرد ابن حجر هست و ابن حجر این مطلب رو در کتاب نزهة النظر که شرحی است که خودش بر کتاب اصلیش نوشته، این مطلب رو در اینجا گفته. خب میایم روی این مطلبی که در اینجا ابن صلاح گفته. ما از کجا بفهمیم که تبانی این گروه زیاد که به اصطلاح چند نفر نکردن، ما از کجا به این نتیجه برسیم که اینها دروغ نگفتن؟ تجمع و تبانی اینا بر دروغ محاله. ما با چه معیاری بفهمیم که حرف اینها مفید علم هست یا مفید علم نیست؟ در اینجا میگوید که یک مطلبی رو ابن صلاح قبلا ذکر کرده بود. ابن صلاح قبلا ذکر کرده بود در کتاب مقدمش که مقدمه در اینجا هست. مقدمه ابن صلاحی که صحبت کردیم که در علم حدیث. بله. ابن حجر اومده خورده گرفته روی ابن صلاح. ابن حجر روی ابن صلاح اومده خورده گرفته. خورده گرفتنش چی هست؟ این است که در اینجا میگه ذکر ابن صلاح. ابن صلاح در کتاب خودش گفته که ان مثال المتواتر علی تفسیر المتقدم یعز وجوده. ابن حجر گفته که ابن صلاح گفته که بنابر تعریفی که قبلا از متواتر داده، پس بنابراین وجود خبر متواتر خیلی نایابه، کمیابه. یعنی روایت و حدیث متواتر خیلی نایابه که ما بتونیم پیدا بکنیم. الا ان یدعا، مگر اینکه ما ادعا بکنیم در حدیث من کذب علیه متعمدا. ابن صلاح گفته اگر بخوایم برای حدیث متواتر مثال بزنیم نمیتونیم پیدا بکنیم، خیلی نادره. مگر اینکه مثلا حساب بکنیم که من کذب علیه متعمدا این چه باشه؟ یکی از مثالهای متواتر هست. و ما الان حرف ابن حجر هست که رد بر ابن صلاح. و ما ادعاه من العزة ممنون. شما که میگین نایاب، این حرفتو من قبول ندارم، زیاده. ابن حجر میگه که نایاب نیست. و کذا ما ادعاه غیره من العدم. اونهایی که گفتن اصلا وجود نداره خبر متواتر، اونها هم اشتباه کردن. هم ابن صلاح اشتباه کرده گفته که کم نایابه، و هم اونایی که گفتن اصلا نیست اونها هم اشتباه کردن. به چه دلیل؟ به چه دلیل این محاله؟ این دلیلش در اینجا مهم هست و این دلیل ابن حجر در واقع روش رسیدن ما به احاله و افاده هست. نه عدد معتبر هست و نه عدالت. احاله معتبر هست و افاده. چگونه ما به احاله و افاده برسیم؟ راش در اینجا این هست که ابن حجر میگه لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق. این حرفی که ابن حجر زده یا اونهایی که گفتن حدیث متواتر وجود نداره، علتشون، اشکال کارشون در کجا هست؟ علت و اشکال کارشون در این است. این گمان و این فکر از اینجا ایجاد شده که عن قلة اطلاع على كثرة الطرق، به خاطر اینکه اینا کثرت طرق رو نمیشناسن، آشنا با کثرت طرق نیستن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میخواهید که تواتر یک حدیثی رو ثابت بکنید، باید با طرق رو بررسی بکنید که این طرق چیکار هستند؟ زیاد هستند. کثرت طرق برای شما باید ثابت بشه. و احوال الرجال رو باید بررسی بکنید. اینایی که این روایت رو نقل کردن اینا چه کسانی هستند؟ و صفاتشون باید بدونید که اینا عادلند، عادل نیستند، صالحند، صالح نیستند، ضبطشون خوب هست، یعنی حافظهشون خوب هست یا خوب نیست، مسلمانند یا مسلمان نیستند. پس بنابراین این موارد رو باید بدونید. خب الان ما اومدیم کثرت طرق رو هم پیدا کردیم، بررسی کردیم، دیدیم که طرق زیادی دارند. احوال رجال رو هم بررسی کردیم، دیدیم که رجال معتبری هستند. صفاتشون هم بررسی کردیم، دیدیم که انسان‌های عادلی هستند. خب ما به چه نتیجه میرسیم بعد از این؟ المقتضیه لابعاد العاده ان یتواتوا علی کذب او ان یحصل منهم اتفاقا. اگر این سه مورد رو با هم دیگر جمع کردیم، کثرت طرق رو بررسی کردیم و احوال رجال رو بررسی کردیم و صفات رجال رو بررسی کردیم، این به معنی چی هست؟ مساوی با چی هست؟ المقتضیه. این به این معنی هست، مقتضی این مطلب هستند که از نظر به همون احاله ما میرسیم. المقتضیه لابعاد العاده، که از نظر عادت این دور هست، بعید هست که ان یتواتوا علی کذب، که این افراد بر دروغ چیکار بکنن؟ اجتماع بکنن. یعنی اگر ما میخوایم به این مطلب برسیم که محاله که اینها دروغ بگویند، راهش چی هست؟ راهش این است که کثرت طرق را بررسی بکنیم، ببینیم که طرق زیادی هست و احوال رجال را و صفاتشان را، تا اینکه به این نتیجه برسیم که از نظر عادت امکان ندارد که اینها دروغ گفته باشند، تبانی کرده باشند، یا اینکه اتفاقا دروغ گفته باشند. شاید 40 نفر مثلا در 40 جا دروغ گفته باشند و اتفاق دروغشون یکی باشه. امکان نداره.
خب وقتی که زیاد باشن چون این چیزی در واقع اتفاق نداره. میگه که ما باید این طرق رو بررسی بکنیم، احوال رجال رو باید بدانیم و صفاتشون رو بررسی بکنیم تا اینکه به این نتیجه برسیم که این گروه گسترده تبانی بر دروغ در واقع نمیکنن. الان این حرفی است که تا اینجا تمام شد. واقعا جالبه، یعنی کسی که از این چیزا بیخبر باشه و در مدرسه کسی مثل قزوینی درس خونده باشه یقینا این چیزا رو تا 100 سال نان بی‌نمک هم به قول افغان‌ها بخوره متوجه نمیشه. با توجه به این توضیحی که خودش داد، هم حرف استاد رو من آوردم، هم حرف شاگرد رو آوردم و هم حرف مولا علی قاری رو. الان مولا علی قاری چه نتیجه گیری میگه؟ میگه فالمدار الاصلی فی باب التواتر، معیار اصلی در باب تواتر بر احاله هست و افاده. بر احاله و افاده. احاله یعنی محال بودن تبانی بر دروغ و افاده یعنی افاده علم یقینی بکنن. معیار اصلی برای شناخت متواتر این هست دون اعتبار العدد و العداله، نه عدد معتبر هست و نه عدالت معتبره. ایشون در برنامه اینجوری وانمود کردند که در اینجا گفتند که عدالت معتبر نیست. خب این ببخشید مولا علی قاری میگه که نه عدد معتبره و نه عدالت معتبره، بلکه احاله و افاده در اینجا چیکار هستن؟ معتبر هستن. میگه نه، بله یک نقطه البته هست، اینو باید اعتراف کرد که قد ینضاف الی العدد وصف، گاهی وقتی به عدد یک وصف اضافه میشه، یک ویژگی این عدد این تعداد داشته باشند که یقوم به احالتو، که احاله رو برای ما ثابت بکنه. یعنی محال باشه که یعنی این تعداد یک ویژگی رو داشته باشند که ما به این نتیجه برسیم که محاله که اینا در واقع تبانی بر دروغ بکنن. صحابی باشن، تابعی باشن، بله. عالم باشن، اهل تخصص باشند، عالم باشند، شاید یک صفتی ویژگی رو داشته باشند، یک تخصصی رو داشته باشند که اتفاق اینها بر دروغ امکان پذیر نباشه. ما منکر این نیستند. فتحصل به الافاده، وقتی که احاله ثابت شد چیکار می شود؟ افاده هم حاصل می شود. وقتی که ما به این نتیجه برسیم که محال هست که اینها دروغ بگویند، به این نتیجه میرسیم که حتما حرفشون درسته. حرف درست هم مفید یقین هست. فالحاصل و حاصل در اینجا این مهم هست. این نقطه است که در اینجا آقایون در اون فایل وردشون از اینجا به بعد آورده بودن. قبل مطلب را که دعوا روی چی هست و حرف روی چی هست و نتیجه گیری چی هست اینو در واقع نآورده بودن. فالحاصل و عدم و اشتراط معرفت الرجال، این عبارت خیلی دقیقه. بله. خیلی دوستان این صفحه مانیتور من رو اگر نشون بدن، این دقیقاً همون صفحه شبکه زلالت هست و همون فایل وردی که ایشون ادعا میکرد. اگر که صدایش رو هم دوستان اگر میخوای صداش رو پخش بکنیم، من یک نکته رو در اینجا میگم. بفهم. ایشون اومدن این نکته رو ترجمه کردند که فالحاصل، خیلی هم با آب و تاب اینو میخوندن، فالحاصل عدم و اشتراط معرفت الرجال عند حصول الاکثار. تا اینجا خوب ترجمه کردن. دنبالش را لا اشتراط و عدم اعتبار فی الاخبار فاعتبروا یا اولی الابصار اینو ترجمه نکردن. اصل مطلب در همین نقطه هست. اگر اینو دقیقاً ترجمه می‌کردن استدلالشون از این حرف مولا علی قاری درست نبود. اگر این تیک رو پخش بکنید من همین قسمت رو میارم. هیچ تغییری هم تو این فایل ندادم، همون قبلیه. چون گفتن نه نیاورد. اما من اگر تصویر کنم اتاق فرمان، من دقیقاً همین فایل رو باز کردم، هیچ تغییری هم تو این فایل ندادم، همون قبلیه. حتی شناخت خود روات لازم نیست. ببینید دوستان عزیز، همه این صحبت‌هایی که حضرت مولانا اینجا از کتاب‌ها نشون دادن، جریان درگیری بین استاد و شاگرد و میانجیگری مولا علی قاری رحمه الله بود در این قضیه. و بعد از همه این جریانات رو که در یعنی چندین صفحه ذکر میکنه، فالحاصل نتیجه میگیره. نتیجه این است. حالا ببینید که اینا چه خیانتی میکنن در اینجا. فالحاصل عدم اشتراط معرفت الرجال عند حصول الاکثار، لا اشتراط و عدم اعتبارهم فی الاخبار فاعتبروا یا اولی الابصار. نتیجه آقا وقتی که زیاد شدن سندها، لازم نیستش که ما بدونیم این فرد کیه، این فرد کیه، این فرد کیه. تا اینجا ترجمه کردن. تا اینجا ترجمه کرد. تا این قسمت ترجمه کرد. ادامه مطلب رو که احمد جان یک مرتبه دیگه اگر که نشون بده، ادامه مطلب رو که لا اشتراط و عدم اعتبارهم فی الاخبار فاعتبروا یا اولی الابصار، این رو ترجمه نمیکنه. ببینید که چون اگر اینو ترجمه بکنه دستش باز میشه، دستش رو میشه، مردم
متوجه میشن کسایی که کم و بیش با این مسائل آشنایی داشته باشن، این بحثا رو دیده باشن، شنیده باشن، متوجه به خاطر همین قسمت رو ترجمه شدن سندها لازم نیستش که ما بدونیم این فرد کیه، این فرد کیه، این فرد کیه. مثل خبر واحد نیستش که حالا بخواید بررسی بکنیم این کیه. من برای اینکه باورشون بشه آقا این رو من از خودم نیاوردم، از برنامه‌های اهل سنت آوردم. میرم دیگر. خب من اون مطلب رو دوباره من توضیح خواهم داد خدمت بین. از خود کتاب نشون میده، میاد روی خود این کتاب. اما این جمله رو به صورت کامل ترجمه نکرد. چرا ترجمه نکرد؟ من ترجمه میکنم. تا اینکه این واقعیت مشخص بشه. نصیحت ما که چند لحظه قبلم من گفتم که این 200 نفرشون حتما قلم و کاغذ داشته باشن، این مطالب رو یادداشت بکنن، چون به دردشون میخوره. گرچه مراجع تقلید هستن و حجاج اسلام و آیات اعظام، اما خوبه این چیزا رو بدونیم. بله، ایشون میگن فالحاصل، و بعد از این توضیحی که میده و حرف استاد و شاگرد رو میاره و جمع میکنه در میان اینها و صلحی برقرار میکنه، خلاصه میگه نتیجه کلام این هست: فالحاصل عدم اشتراط معرفت الرجال عند حصول الاکثار. زمانی که اکثار حاصل شد، اکثار یعنی تعداد زیادی، یعنی عدد زیادی وقتی حاصل شد، معرفت الرجال در اینجا شرط نیست. وقتی که اکثار، این اکثار کدوم اکثار؟ قبلا توضیح داد، اکثاری که موجب چی باشد؟ احاله و افاده باشه. زیرا که قبلا خود مولا علی قاری گفت که معیار عدد و عدالت نیست. معیار عدد و عدالت نیست. در اینجا میگوید که فالحاصل، و حاصل این است که عدم و اشتراط معرفت الرجال، معرفت الرجال در حدود، در زمانی که اکثار حاصل بشود، اکثاری که موجب احاله و افاده باشد، در این زمان معرفت الرجال لازم نیست، یه شرط نیست. خب دنبالش چی میگه؟ لا اشتراط و عدم اعتبارهم فی الاخبار. من دوباره بازم اینو میخونم، لا اشتراط، من ترجمه تحت لفظی بکنم، نه شرط قرار دادن عدم اعتبار رجال در اخبار. یعنی ایشون میگه که زمانی که اکثار حاصل شد، اکثاری که مفید احاله و مفید افاده باشد، در اون زمان نیازی به معرفت رجال نیست. اما این به معنی معتبر ندانستن رجال و صفاتشون نیست. به تعبیر دیگر، اگر تعداد خیلی زیاد شد که مفید احاله و مفید افاده بود، معرفت رجال شرط نیست. اما نه این که عدالت روات نادیده گرفته بشود، نه معتبر ندانستن رجال و صفاتشون. جالب. یعنی که در اینجا میگه عدالت معتبر هست. درسته که با عدد گاهی وقتی می شود که ما به یک یقین برسیم، به احاله و افاده برسیم، اما عدد همیشه همه چیز نیست، بلکه عدالت و صفات روات هم در اینجا معتبر هست. یعنی این که رجال و صفاتشون جایگاه خاصی رو در این در واقع علم دارن. یا به تعبیر دیگر، نادیده گرفتن صفات رجال درست نیست. من اینو چند ترجمه بکنم. اولا این که در اینجا میگوید که فالحاصل و عدم اشتراط معرفت الرجال، این جمله رو فقط ترجمه میکنم، لا اشتراط و عدم اعتبارهم فی الاخبار، نه معتبر ندانستن رجال و صفاتشون. این یک ترجمه. هر کدوم ترجمه رو فهمیدند که مناسبشون باشه. ترجمه دیگر چیزی میفهمه، یعنی نه نادیده گرفتن صفات رجال، نه نادیده گرفتن صفات رجال، یعنی اینکه رجال و صفاتشون جایگاه خاصی رو در علم سند در واقع دارن. یک مرتبه دیگر من اینو از خود کتاب میخونم در اینجا تا اینکه مطلب کاملا مشخص بشه. فالحاصل، و نتیجه این هست که عدم و اشتراط معرفت الرجال، شرط نیست معرفت الرجال در چه زمانی؟ عند حصول الاکثار، زمانی که تعداد خیلی زیاد باشد. تعداد خیلی زیاد باشد یعنی چی؟ یعنی اینکه احاله و افاده چکار بشود؟ حاصل بشود. نه شرط قرار دادن عدم اعتبارهم، یعنی اعتبار رجال در اخبار. شما نمیتونید که در واقع این اعتبار رجال را، صفات رجال رو در واقع در اینجا چکار بکنید؟ ندید. یعنی به این معنی که شما نمیتونید به 1000 تا دروغگویی که در خیابان به شما یک دروغی رو نقل بکنن اعتبار بکنید. دقیقاً همین حرف میزنه. در حالی که در مذهب شیعه 1000 تا دروغگو بیاد یک چیز رو روایت بکنه، میشه حدیث متواتر جز اعتقادات مذهب. بله، آقای مولا علی قاری میگه من قبول دارم که گاهی وقتی تعداد به اندازه‌ای میرسد که یقین آوره،
مفید احاله و مفید افاده می شود، اما معنیش نادیده گرفتن صفات رجال نیست. ایشون تمام این مطلب رو آوردن تا اینکه از زبان مولا علی قاری اینو بکشند که آقا عدالت شرط نیست برای ببخشید شناخت روات شرط نیست. می‌خواستن اینو ثابت دقیقاً کنن. حرف مولا علی قاری برعکسش هست. این مطلبی هست تا اینجا، یعنی جز این یک مبنا بود، به خاطر این من بیشتر اینو توضیح دادم، گرچه مطالب دیگری در این زمینه هست از کتاب‌های دیگری که هست که منظور از این لا یبحث فیه عن رجالی، من می‌خواستم اینو در لابلای این توضیح بدم اما دیدم که یه مقدار طولانی شد، اونو می‌گذارم برای وقت دیگه. خب تا اینجا ما یک قاعده رو بیان کردیم، حرف مولا علی قاری رو در اینجا بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مولا علی قاری میگه که معیار اصلی عدد و عدالت نیست. معیار اصلی عدد و عدالت نیست، بلکه معیار اصلی احاله و افاده هست. الان با این قاعده‌ای که الان بیان کردیم میریم روی مثالی که آقایون آوردند، روی مثالی که آقایون آورده بودند. در ابتدای کلیپ من عرض کردم خدمت بینندگان عزیز که قلم و کاغذی بگن حرف من رو یادداشت بکنم که من چی گفتم، نقدی که وارد کردن در واقع چی هست. من گفته بودم که برای ما یک روایتی رو بیاورید، یک روایت متواتری رو، یک روایت متواتری رو معرفی بکنید که رجالش برای ما چیکار باشند، یعنی معلوم نباشند. یک روایت متواتر که رجالش چیکار باشند، معلوم نباشند، نامعلوم باشند. بنابر این اصلی که در اینجا خودشون ادعا کردن این اصل اهل سنت و الجماعت است. الان میریم روی کلیپ بعدی ببینیم که مثالی که دادند آیا با این اصل تطابق دارد یا خیر. احمد جان کلیپ شماره 3 رو پخش بکن تا ببینیم که قضیه از چه قرار است. یعنی به اون نمیخوای که استراحتی بدید؟ من تو همون فایل خودم، یعنی دقیقاً تو همون فایل نمونهش هم بود، یعنی من اول قاعده رو آوردم، پایینش هم دقیقاً چی آوردم؟ نمونه. هو و ان کان فیه من لم یسمه فانهم عده من ابناء الصحابه یبلغون حد التواتر. من اینو برای شما جستجو میزنم ببینیم چی داره میگه و کی این رو نقل کرده. روایتی رو نقل کرده در صفحه قبل میاد رواه ابو داوود من روایت صفوان ابن سلیم یا سلیم عن عدت من ابناء الصحابه عن آبائهم. اسم برده؟ نه. تعدادی از بچه های صحابه از پدرانشون نقل کردن. کجا اسم برده؟ نبرد. اسم برده. میاد صفحه بعد چی میگه؟ و ان کان فیه من لم یسمه. درسته اسم برده نشده، اما اینا کیان؟ یه گروهی از ابناء صحابه هستن، چون گفته یه گروه یبلغون حد تواتر الذی لا یشترط فی العدالت. عدالت هم شرط نیست. اصلا نمیدونیم کی نقل کرده. یعنی روایتی دارن که اصلا نمیدونیم کی نقلش کرده ولی متواتره. در اون طبقه این روایت چی داره؟ تواتر داره. دوباره همین کلیپ رو ببینیم چی گفته و حرف من چی بوده با این توضیحی که عرض کردم. کلیپ 202 رو مجدد با هم ببینیم. ادعایی که این آقای وهابی واقعا اینها نمیدونم چی فکر کردن از لحاظ علمی که اومدن اینگونه میخوان. با شما که آقای ملازاده دیگه تکلیفتون رو مشخص کردید، دیگه چه سخنی دارید که کلیپ رو با هم ببینیم. کلیپ شماره 202 که الان با هم دیدیم رو مجدد ببینیم. شما خب یک روایت متواتری رو یا یک روایتی رو که در واقع گویندهش مجهول هست و ما نمیدونیم می آوردی که برای ما مشخص میکردید که فلان خبر متواتر، فلان حدیث متواتر راویانش برای ما مشخص نیستن. عملی باید این مثال میدادید، نه اینکه در خیابون چند نفر یک چیزی رو گفتن ولی این کنها رو نشناسی خبرشون معتبر باشه. حتی لازم نیست بدونی کیه. مثالش گفتم تو خیابون شما 1000 نفر رو میبینی که نمیشناسی، همه میگن آقا تصادف شده بود. خب این بهش میگن متواتر. بله ملاحظه فرمودید ببینید دیگه چقدر اصلا نشون نداد، چون دیگه برای همه واضحه. هم قاعدهش اومده هم متن روایتش، یعنی هم قاعده رو آوردم هم شاهد رو. پس تا اینجا ثابت شد در نزد اهل سنت قاعده این است در متواتر لازم نیست بدونی طرف کی بوده و روایت هم بود، علم حدیث هم بود و متن حدیث رو هم آوردیم. میگه چی؟ اصلا نمیدونیم کی هستن. این یکی.
برای بینندگان عزیز گرامی، کسانی که در مدرسه یهودی زاده های ولد زنا به اصطلاح بزرگ شده باشند و مدیرشون هم بلد نباشه که از 1000 تا 1100 یک شماره ای رو انتخاب بکنه، بیشتر از این نمیشه ازشون توقع داشت. و جناب استاد الان جواب یعنی کاملی رو انشالله آماده کردن برای این. واقعا یعنی من به وقاحت اینها باید خندید استاد. یعنی از یک طرف جهالت، از یک طرف وقاحت که دو صفت و ویژگی آخوند هاست که همیشه با اینها هست و به وسیله همین صفاتشون مردم رو فریب میدن و حقایق رو وارونه جلوه میکنن. جناب استاد در خدمت شما هستم. من به خاطر اینکه متاسفانه باز هم یعنی وقت شاید کم بیاریم، قبل از این ایشون ادعا کرده بودند که روایتی هست که افرادش معلوم نیستند اما باز هم چیکار هست؟ متواتره. من بینندگان عزیز، حتما یک طیفی از بینندگان عزیز توصیه ما رو عملی کردند، یعنی نوشتن دقیقاً که من چی گفتم و ایشون در واقع چی گفتند. روایت متواتری که راویانش معلوم نیستن، نمیدونیم که کی هستن اما باز هم چیکار هست؟ متواتره. به قول خودشون هم قاعده رو آورده بود، قاعده رو دیدیم، و هم مثال آورده بود، تطبیق و شاهدش رو هم آورده بود. اما ایشون نه قاعدهشون درسته نه شاهدشون شاهده، نه قاعدهشون درسته و نه اینکه شاهدشون شاهد درستی است. نقطه اول من فقط میخوام اینو مختصرا توضیح بدم که در حدیث متواتر ما شروطی رو داریم. این گونه نیست که صرف این که فقط ببینیم که فلان راوی رو فلان روایت رو افراد زیادی روایت کردن پس بنابراین متواتره و السلام ما قبولش بکنیم. قبول روایت متواتر یک سری شرایطی رو داره که اینها باید در واقع مشخص باشه. من این از خود همین شرح مولا علی قاری میآورم که از کلام خود ابن حجر. دوستان عزیز اگر توجه بکنم، من اصل صفحه کتاب رو نشون نمیدم عنوانشو. در اینجا فیضا جمع هذه شروط الاربع، زمانی که این 4 شرط یک جا جمع بشوند. این از کتاب نزهه هست. و هی این 4 شرط چی هستند؟ عدد کثیر، عدد زیادی باشند. من علامتم گذاری می‌کردم، یک تعداد زیادی باشند. 2 احالت العاده تواطؤهم و توافقهم علی الكذب، از نظر عادتا تواطؤ تبانی اونها بر دروغگویی محال باشد. این شرط دوم. شرط سوم که که در واقع مولا علی قاری حرفش همه بعد از توضیح این مطلب بود. بعد از توضیح این مطلب رو ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء، که این تعداد زیاد، این عدد کثیر این روایت رو از مثل خودشون چیکار بکنند؟ روایت بکنند. یعنی عدد کثیر از عدد کثیر چیکار بکنند؟ روایت بکنند. و مورد چهارمی که در اینجا آورده و کان مستند و انتهائهم الحس، که مستند حرفشون حس باشه، دیده باشند یا اینکه شنیده باشند. الان این 4 شرطی که در اینجا هست، من از یک کتاب دیگر بازم این 4 شرط رو خدمت بینندگان عرض میکنم که در واقع پخته بشن. و در این کتاب نکات که من عرض کردم و این هم بر کتاب نزهه است. ابن حجر. نه این از خود نزهه هست در واقع. درست. میگه فاذا جمع هذه شروط الاربعه، هر وقتی که این 4 شرط چیکار بشن؟ جمع باشن. این همون مطلب هست. و هي عدد كثير احالت العاده تواطؤهم او توافقهم على الكذب روى ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء وكان مستند انتهائهم الحس وانضاف الى ذلك ان يسحب خبرهم افاده العلم لسامی. در اینجا یک شرط دیگری رو چیکار کرده؟ اضافه کرده. کتاب در واقع همون کتابی هست که من قبلا نمایش دادم. پس بنابراین متواتر شرایطی داره. خود این آقایان هم میدونند که این متواتر شرایطی رو داره. من مختصر اینو عرض بکنم. اگر یک روایتی 1000 نفر اینو نقل بکنند، از 1000 نفر نقلش بکنند، از 1000 نفر نقلش بکنم، در اینجا برسه به 1 نفر، به 2 نفر، به 3 نفر، برسه به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به هیچ عنوان تواتر نیست. درست. به چه دلیل؟ به دلیل این که شرایط تواتر در اینجا نیست. درسته که اینجا 1000 نفرند، اینجا 1000 نفرند، اینجا 1000 نفر بودن در این نسل، اما در اینجا اومدند که تقلیل پیدا کردن به 1 نفر، به 2 نفر، به 3 نفر، خلاصه به یک عددی که ما رو حرفشون اعتمادی رو نداریم، موجب احاله و افاده نیست، چون این روایتی به هیچ عنوان متواتر گفته نمی شود. با هیچ معیار علمی این روایت رو نمیگیم که چیکار هستن؟ متواتر. این روایت متواتر نمیشه، زیرا که چی؟ شرط متواتر در اینجا حاصل نیست. اینجا فرض کنیم 1 نفر گفته، 2 نفر گفته، در اینجا 1000 نفر گفته.
بعدش برمیگرده به 3 نفر به 4 نفر. چون که در وسط این در یک مرحله زمانی 1000 نفر اینو نقل کردن، این روایت متواتر قرار نمیگیرد. شرط تواتر این است که در تمام طبقات سند چیکار باشه؟ در حد تواتر باشه. این مثالی رو که الان که ایشون زدن، الان میریم روی مثال که ببینیم که تطبیقشون از این مثال تا چه اندازه واقعیت داره. خب اگر نمیدونم که وقت داریم کلیپ دوباره وقتی که جستجو زدند، از چه کتابی اینو جستجو زدند، اینو اگر برای بینندگان عزیز دوباره نمایش بدید. الان از کتاب اشرز الفیاح. اشرز الفیاح، بله. امین احمد جان نشون بده. بله همین کتاب هست. همین کتاب جستجو زدند که من قاعده رو گفتم، خیلی با آب و تاب هم میفرمودند ایشون، من قاعده رو گفتم، مثالش هم این هست، مثالشون هم در اینجا در واقع آورده و ذکر میکنن. اشرز الفیاح من علوم ابن صلاح، دقیقاً همین کتاب هست. علامه شیخ برهان الدین ابراهیم ابن موسی ابن ایوب، متوفی 802 هجری هست. در اینجا آمده و این مطلب را از این کتاب چیکار کرده؟ نقل کرده. روایتی که ایشون ذکر کرده بود، یعنی به عنوان شاهد آورده بودن، در کجا بود؟ این است، در اینجا هست. روایت در اینجا هست. دقیقاً از اینجا اینو خوندند. در اینجا فقط این مطلب را اینجا آوردن. از اینجا به بعد خوندند تا کجا؟ تا اصل روایت رو کامل هم نخوندند، منتها از اینجا خوندند. گفتند رواه ابو داود، این روایت رو ابو داود نقل کرده. از روایت کی؟ از فردی به نام صفوان ابن سلیم. بله. اون از کی نقل کرده؟ ان عدت من ابناء الصحابه، از تعدادی از فرزندان صحابه، ان آبائهم، از پدرانشون. یعنی حدود تعدادی از فرزندان صحابه این روایت رو نقل کردند. از کی؟ از پدران خودشون. و در ادامه هم آورده که این مطلب، من کامل اینو بخونم برای اینکه بینندگان عزیز متوجه بشن. الا من، این روایت این هست که الا من ظلم معاهدا او انتقص او کلف فوق طاقتی الی آخر این روایت تا اینجا. میگه سکت علیه ابو داود، ابو داود بر این روایت چیکار کرده؟ سکوت کرده، حرفی رو در موردش نزده. ایضا فهو عنده صالحون، این روایت نزد ابو داود چیکار هست؟ خوبه. صالحان، این روایت خوب است. و هو کذالک، این گونه هست، این گونه هست. حرفش درست ابو داود که گفته فان اسناده جیدون، این سند چی هست؟ جید هست. سندی که این روایت نقل شده سند چی هست؟ جید هست. در اینجا این مطلب هست و هو و ان کان فیه من لم یسمى، گرچه در این سند افرادی هستند که نام برده نشدند، مشخص نیست که اسمش کی هست، فقط گفته تعدادی از فرزندان صحابه از پدرانشون نقل کردن. میگه این روایت ولو این که در آن تعدادی از افرادی هستند که نام برده نشدند، فانهم عده من ابناء الصحابه، تعدادی از فرزندان صحابه هستند، یبلغون حد التواتر، به حد تواتر میرسند. الذي لا یشترط فیه العداله، اون تواتری که در اون عدالت شرط نیست، یعنی تواتری که یعنی در حد کثرت رسیدند که مفید احاله و افاده هستند و تواتر در اون در واقع شرط نیست. و رواه البیهقی فی سنن الکبری عن 30 من ابناء اصحاب رسول الله، بیهقی همین روایت رو آورده از چند نفر؟ از 30 نفر از فرزندان صحابه از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب پس بنابراین بینندگان عزیز توجه بکنن در این روایت. این روایت رو ابو داود آورده. از کی نقلش کرده؟ از صفوان ابن سلیم اینو ذکرش کرده. صفوان ابن سلیم. چند نفر از در اینجا؟ یک نفر. ان عدت من ابناء الصحابه، از تعدادی از فرزندان صحابه این چیکارش کرده؟ نقلش کرده و اونها هم از پدران خودشون نقل کردن. یعنی این که این روایت در اینجا چیکار هست؟ یک نفر رسیده. یعنی این تعداد زیادی که در اینجا 20 نفر یا 30 نفر از فرزندان صحابه هستند، فقط در یک مقطع چیکار هست؟ سند هست. فقط در یک مقطع سند، در یک مرحله است، در تمام مراحلش نیست. پس بنابراین همون گونه که خودش هم از زبانش در رفت که این مثلا متواتر نسبی هست، متواتر اصطلاحی نیست، متواتری که شرایط تواتر رو داشته باشه که در تمام ادوار چیکار بشود، یعنی تعداد کسی این روایت کرده باشد. پس بنابراین بنابر شرایط تواتر این حدیث رو به هیچ عنوان شما نمیتونید به عنوان حدیث متواتر چیکار بکنید؟ معرفی بکنید. میتونید بگید که در این سند در فلان جایش راویان به حد تواتر رسیدن، اما این معنیش نیست که حدیث چیکار شده؟ متواتر هست. این یک مطلب. خب
خب بازم توضیحاتی در این زمینه خواهم داد. و جالب اینجا هست که بدانید که این مثال را صاحب کتاب در اینجا آورده به عنوان این که مثال بزند برای روایتی که هیچ اصل و بنیادی نداره. عجب. بله، یعنی 100% برعکس قضیه. ایشون میگن که اینم روایت آوردن، 30 نفر روایتش کرده، 30 نفر در یک جا هست. این هم حدیث متواتر، گفتن که متواتر هست و افرادش هم مشخص نیستن. کدوم اهل سنت و الجماعت گفته که این روایت متواتر هست؟ بلکه ائمه اهل سنت و الجماعت گفتند که این حدیث بی بنیادی هست، اصل و اساسی رو اصلا نداره. وقتی که میگن یک حدیثی اصلی رو نداره دیگه مشخص یعنی چی؟ وقتی میگه یک حدیثی اصلی نداره یعنی یک حدیث باطل هست و به هیچ عنوان قابل اعتبار نیست، نسبت دادنش به رسول الله صلی الله علیه و سلم درست نیست. الان این حرف کی هست؟ این حرف امام احمد رحمت الله علیه، حرف امام احمد. اما این آقایون همیشه عادت دارند که فقط ولا تقربوا الصلاة نشون آدم میدند، ما بعدش رو دیگه نشون نمیدند که و انتم سکارا. همین فقط یک قسمتش رو نشون. ببینید 30 نفر روایتش کرده از اصحاب صحابه، گفتند که نامشون هم مشخص نیست. روایت متواتری که نام راویانش مشخص نیست خودتون گفتید متواتره. ما نگفتیم متواتره، شما دارید میگین متواتره. این مثال متواتر نیست، این مثال روایتی هست که هیچ گونه اصل و اساس و بنیادی رو ندارد. میدونید این قسمت رو نشون بدید؟ بله خدمت شما. یک صفحه عقب برمیگردیم. در این کتاب از شرح بر مقدمه ابن صلاح هست. همین دلیل بود که گفتید من عنوانش رو نشون نمیدم اونجا. بله. در اینجا هست النوع الموفا 30، نوع سیومی که در اینجا معرفی کرده در مقدمه ابن صلاح، که مقدمه ابن صلاح خاطرتون هست یک برنامه مفصل رفتیم که آقایون اومدن از این کتاب دزدی کردن، برای خودشون علوم حدیثی رو در واقع درست کرده بودند که من نمونه های رو آوردم در اونجا. خب در اینجا در مورد معرفت مشهور، یعنی حدیث مشهور کدوم حدیث است. خب این کتاب من از اصل خود کتاب اینم کتاب مقدمه ابن صلاح هست، مقدمه ابن صلاح که این شذ الفیاح شرحی بر این هست فی علوم الحدیث و حافظ ابی عمرو عثمان ابن عبدالرحمن شهرزوری. همین نوع سیوم در اینجا آورده. در اینجا این مطلب هست کما بلغنا عن احمد ابن حنبل رضی الله عنه انه قال 4 احادیث تدور عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام احمد رحمت الله علیه فرموده که 4 حدیث هستند، 4 حدیث هست تدور عن رسول الله که سر زبانها و در بازارها معروف هست که این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. چی فرموده؟ لیس لها اصل. این 4 روایت و 4 حدیث اصلی رو ندارند. معروفه که میگن این قول رسول الله هست، حدیث رسول الله هست، اما این 4 روایت اصلی رو ندارند. این 4 روایت چی هستند؟ دوباره این 4 روایت رو توضیح میده. من بشرنی به خروج آزار بشرت بالجنه و من آذا ذمیا فانا خصمه یوم القیامه. توجه شده؟ و یوم نحرکم یوم صومکم وللسائل حق و این جاء علی فرس. 1 روایت، 2 روایت، 3 روایت و 4 روایت. خب این قول کی هست؟ قول امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه گفته که 4 روایت هست، در بازارها خیلی معروف و مشهوره، اما هیچ گونه اصلی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارن. الان این 4 روایت کدوم روایت هست و کی اینها رو روایت کرده؟ ببینید همون مطلبی که من در اونجا نشان دادم. و کما بلغنا عن احمد ابن حنبل رضی الله عنه انه قال 4 احادیث تدور عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الاسواق لیس لها اصل. 4 روایت هست که معروفه اما هیچ گونه اصل سندی نداره، ثابت نیست که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو چیکار کرده، این رو در واقع فرموده باشند. خب این اصل خود قول ابن صلاح هست. الان میریم روی شرحی که در اینجا داده. قوله و کما بلغنا عن احمد بن حنبل عن احمد بن حنبل رضی الله عنه انه قال 4 احادیث تدور فی الاسواق لیس لها اصل ثم ذکرها. امام احمد رحمت الله علیه این 4 روایت رو چیکار کرده؟ ذکر کرده. کدوم روایتی هستند که غیر معتبرند، قول پیغمبر نیستند، اصلی و بنیادی رو ندارند؟ کدوم هستند؟ و ظاهر ان هذا لا يصح عن احمد. این یک اشکالی گرفته که این قول از امام احمد شاید درست نباشه. فانه اخرج منها حدیثا فی مسنده، که یک از این روایت رو در مسند خودش آورده. من اینو توضیح بدم. این اومده اشکال گرفته که شاید نسبت این حرف به امام احمد درست نباشه. به چه دلیل؟ زیرا که امام احمد یک از این روایاتی رو که گفته اصل نداره در کتاب خودش آورده. خب آورده باشه
ولی اینکه آورده باشه. روایاتی هستند خود امام احمد گفته ضعیفه، بازم در کتاب خودش اونها را آورده. این دلیل بر این نیست که این مطلب در واقع از امام احمد در واقع درست نیست. و غیر از این سخاوی در این زمینه مفصل بحث کرده، من نمیخوام روی این بحث بکنم. این بحث رو میگذارم بعد از اینکه آقایون جواب بدن ان شاءالله به صورت مفصل‌تر خدمت بینندگان نمایش میدم. بحث من در اینجا هست که این 4 روایت کجا هست. 4 روایت در اینجا کجا هست؟ میگه که و هو حدیث، این 4 روایت کدوم هستند؟ یکی همین لسائل حق و اینجا علی فرس و قد ورد من حدیث الحسین ابن علی. این 4 روایت رو یکی یکی بررسی میکنه که این 4 روایت کجا هستند، کی اونها رو چیکار کرده، روایت کرده. این روایت اول هست قد ورد والحرماس ابن زید فخرج ابو داود آن آورده و قال رسول الله لسائل حق و اینجا علی فرس. این روایتی است که در اینجا آورده و میگه و هذا اسناد جید و قد سکت علیه ابو داود فهو عنده صالح. این روایت اول هست که اینو در واقع میاره. و اما حدیث الحرماس، حدیث دومی که در اینجا آورده بود که این سند دیگری رو که در اینجا ذکر میکند، این حدیث و اما حدیث الحرماس و اما حدیث من آذا ذمیا. اما حدیث من آذا در اینجا امام احمد گفته بود 4 تا حدیث هستند. یکی این حدیث هست که من بشرنی به خروج آزار و دومی من آذا ذمیا. روایت اول رو گفت که کی نقلش کرده، کجا نقلش کرده و درجه چی هست. اما حدیث من آذا ذمیا، اما حدیثی که امام احمد فرمودند اصل نداره و من آذا ذمیا فانه معروف ایضا، این حدیث هم خیلی معروفه. بله، همین صفحه رو نشون بدید از شبکه زلالت، همین آخوند دروغگو که میخوندین قسمت رو. و اما حدیث من آذا ذمیا فانه معروف ایضا. حالا ببینیم که ادامه که در صفحه بعدی است که ایشون نمیخونه چی. ایشون قبلا نخوندن، نگفتند که این حدیث چیه، جریان حدیث چی است، اصلا بحث روی چی هست و این مطلب رو کلا دیگه نادیده گرفت. فقط در اینجاش آورد رواه ابو داود من روایت صفوان ابن سلیم که ابو داود اینو در کتاب خودش چیکار کرده، نقل کرده از تعدادی از فرزندان صحابه از پدران خودشون و این همین حدیث هست. الا من ظلم معاهدا. اینو من عرض میکنم که این حدیث روایات متعددی رو داره، الفاظ متعددی رو داره. من قتل معاهدا اومده، من آذا ذمیا اومده، در این مطلب اومده که الا من ظلم معاهدا اومده. تمام اینها یک روایت هست و همهشون از روایت صفوان ابن سلیم هست با همین سندی که در اینجا ذکر شده. امام احمد رحمت الله علیه این حدیث این لفظش رو ذکر کرده، من آذا ذمیا فانه معروف ایضا. رواه، این همین حدیث رو ابو داود نقل کرده در کتاب خودش در صفوان ابن سلیم از تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، از ابنای صحابه، از پدرانشون. حدیث این است الا من ظلم معاهدا او انتقصه او کلف فوق طاعتی او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامه. میگه سکت علیه ابو داود. امام ابو داود وقتی که این روایت رو در کتاب خودش آورده چیکار کرده؟ ساکت شده. ببین این تعبیر خیلی تعبیر دقیقی هست. الان میخواد ثابت بکنه که امام ابو داود رحمت الله علیه وقتی که این روایت اومده نگفته که این روایت اصلی نداره، ساکت شده. درست. بحث تواتر یک بحث جداگانه هست. بحث تواتر یک بحث خیلی بعدی هست. امام ابو داود وقتی که این روایت را آورده ساکت شده، چیزی نگفته. پس بنابراین چون که ساکت شده فهو عنده صالح، معنیش این است که حتما این حدیث برایش قابل قبول هست. و هو كذلك، این حدیث هم این گونه است. فان اسناده جید، سند این حدیث در واقع چیکار هست؟ جید هست. با توجه به اقوالی که در واقع در مورد صفوان ابن سلیم یا سلیم در واقع ذکر شده، با توجه ضعف و جرح و تعدیلی که در مورد اون شده که یک بحث سندی هست، من فعلا واردش نمیشم، اگر نیاز باشه در جلسه دیگه اینو خدمت بینندگان عرض خواهم کرد. فان اسناده جید و هو و ان کان فیه من لم یسمى، اگرچه تعدادی در این حدیث نامشون گرفته نشده، فانهم عده من اصحاب الصحابه، اینا تعدادی از ابنای صحابه هستند، یبلغون حد التواتر، که به تعداد تواتر میرسند، الذی لا یشترط فیه العداله، که در میان اونها عدالت چیکار شرط نیست وقتی که به این تعداد برسیم. یک بحثی من در اینجا هست که این بحث اصل این بحثی که در اینجا اومده و این مثال ضعیفی هست، روایت ضعیفی که با کثرت طرق چیکار می شود؟ قوی می شود.
روایت ضعیفی که اصلا ضعیف هست، راویانش ضعیف هستند، اما به خاطر طریق دیگری که دارد چیکار می شود؟ یه مقدار قوی می شود و در مرحله حسن یا به صحیح لغیرهی در واقع می رسید. اینو من خدمت بینندگان بازم اینو توضیح خواهم داد. در اینجا میگه این سندش چیکار هست؟ جید هست. به چه دلیل؟ و هو و ان کان فیه من لم یسمى، گرچه در این سند افرادی هستند که نامشون ذکر نشده. از نظر قاعده حدیثی این مطلب رو بینندگان عزیز بدونن، اگر در یک حدیثی در سلسله سندش افراد مجهولی بود، افرادی بود که نام گرفته نشدن، این چیکار می شود؟ این حدیث یکی از علامت‌های ضعف هست. این حدیث ضعیفه، فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، عن رجل مثلا، مشخص نیست که این فرد کی هست، این حدیث چیکار می شود؟ ضعیف. علت ضعفش چی هست؟ جهالت راوی. جهالت راوی یکی از مواردی هست که از دیدگاه جمهور اهل سنت و الجماعت با کثرت طرق چیکار می شود؟ تقویت پیدا می کنند. در اینجا گرچه 30 نفر فرزندان صحابه و این تابعین مشخص نیستند، اما بحث روی چی است؟ بحث روی فسق نیست، بحث روی کفرشون در واقع نیست، بلکه بحث روی جهالتشون هست و این جهالت جز مواردی هست که با کثرت طرق چکار می شود؟ جبران می شود. پس بنابراین این حدیث از حالت ضعف خارج می شود، به درجه حسن یا به درجه صحیح لغیرهی می رسد. اما هیچ کسی نگفته که این حدیث در واقع از حالت ضعف خارج می شود و می رسد به درجه تواتر. شروط تواتر به هیچ عنوان بر این قابل تطبیق نیست. در ادامه میگه نعم الحدیثان الاخران لا اصل لهما، این دو تا حدیث آورد و گفت که اینا یک اصلی داره، سند جیدی داره، پس بنابراین قابل قبول هست و به این خاطر شیخ البانی همین روایت رو در واقع چیکار کرده؟ تصحیح کرده و میگه نعم الحدیثان الاخران، اون دو حدیث دیگری هم که امام احمد گفته بود، بله منم قبول دارم که لا اصل لهما، هیچ گونه اصلی رو ندارن. الان توجه کردید روایتی رو که اهل سنت و الجماعت آوردن در کتابای خودشون به عنوان مثال روایتی که اصلی ندارد، آقایون آوردن به عنوان مثال متواتری که راویانش مجهولند و متواتر هست. ببین زمین تا آسمان این فرق میکنه. امام احمد گفته این حدیث اصلی رو نداره، امام ابوالقاسمی میگه که نه این متواتر هست. زمین تا آسمان. خب یک کتاب دیگر باز همین مطلب رو نمیدونم، وقتم کم مونده، خیلی کم مونده، تا این بیچاره اونجا که همین جمله رو دوستان نشون بدن، این صفحه‌ای که ایشون نشون دادن اینجاست. این صفحه رو احمد جان اگر که نشون بدی، بله. صدا رو اگر که داشته باشی احمد آقا، صدا ابن سلیم یا سلیم عن عدت من ابناء الصحابه عن آبائهم. اسم برده؟ نه. تعدادی از بچه های صحابه از پدرانشون نقل کردن. کجا اسم برده؟ نبرد. اسم برده. میاد صفحه بعد چی میگه؟ و ان کان فیه من لم یسمى، درسته اسم برده نشده، اما اینا کیان؟ یه گروهی از ابناء صحابه هستن، چون گفته یه گروه یبلغون حد تواتر الذی لا یشترط فی العدالة، عدالت هم شرط نیست. اصلا نمیدونیم کی نقل کرده، یعنی روایتی دارن که اصلا نمیدونیم کی نقلش کرده ولی متواتره. روایتی داریم که اصلا نمیدونند کی نقلش کرده اما متواتره. کی گفته این متواتر هست؟ این یک دروغ. ببینید که این در کجا ذکر شده، یعنی در زیر چه عنوانی در چه کتابی ذکر شده و این حقه باز دروغگو چطور میاد این رو به عنوان یک مثال حدیث متواتر در نظر سنت ذکر میکنه. بله، این من از کتاب دیگر اینو نشون بدم که این مقدار شاید عبارتش واضح تر باشه برای بینندگان عزیز. من عرض کردم این جزء این مثال روایتی هست که به خاطر جهل راوی، به خاطر مجهول بودن راوی ضعیف هست. در اصل چه کار هست؟ ضعیف هست. اما چون که در این طبقه چه کار هستن؟ تعداد زیاد هستن با کثرت طرق روایت مجهول، روایتی که ضعفش به خاطر جهل راوی هست، این در واقع تقویت پیدا می کند. اینو من کاملا مفصل یک بحث جداگانه هست که کدوم روایت ضعیف قابل تقویت هست. تمام روایت ضعیف قابل تقویت نیستن. اگر 1000 نفر دروغگو یک روایتی رو نقل بکنن، همهشون دروغگو باشن، 1000 نفر دروغگو، اگر نه 2000 نفر دیگه هم برشون اضافه بکنه، این حدیث قابل تقویت نیست. مواردی هستند که قابل تقویت هست.
به طور مثال جهل راوی، ما نمیدونیم که این راوی در واقع کی هست. وقتی که زیاد باشه اینو تقویت میکند. تقویتش میکند به چه اندازه؟ به اندازه که اینو از حالت ضعف بیرون بکند، برساند به اندازه حسن لغیریهی باشه، نه به حد تواتر. اینو هیچ کسی از اهل سنت و الجماعت چنین حرفی رو در واقع نزده. این مثال ضعیفی هست که به خاطر جهل روات این روایت ضعیف هست، اما به خاطر کثرت عدد و چیزی که در حد تواتر در این مرحله رسیده، این ضعف چیکار شده؟ قابل چشم پوشی هست. درست. پس بنابراین گفتیم که سندش جید هست. امام ابو داود سکوت کرده در مقابلش، پس بنابراین گویا این حدیث رو قبول کرده و این حدیث صالح هست. یا برخی از علما گفتند که حسن هست یا حسن لغیری هست، یا حتی مثلا در درجه صحیح لغیری هم در واقع رسیده باشه. قبل از اینکه شما اینو نشون بدید، من همین صفحه مانیتور شبکه زلالت و این آخوند عاقبازی که اینو نشون میده، ببینید نوشته در صفحه مانیتورش که این قسمت احمد جان اگر زوم بکنید صفحه 437، همین جایی که داره این مطلب رو میخونه، صفحه 437. فقط کافی است اگر اینا شهامت و مردانگی دارن در برنامه بعدیشون صفحه 434 رو بیارن که عنوان این مطلب چی است؟ معرفت المشهور من الحدیث. و دقیقاً در صفحه دوم همین مطلبی رو که شما خوندید حضرت استاد از کتاب، قول امام احمد رو خط دوم، بله اینجا 4 احادیث تدور عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الاسواق لیس لها اصل من بشرنی بخروج آذر بشرته بالجنه و من عاد ذمیا. این 4 روایت رو کاملا توضیح داده، یکی یکی نقد میکنه. ببینیم بازم یک روش جالبی در اینجا هست، این 4 روایت رو نقد میکنه از نظر سندی، یعنی سندهاش رو نگاه میکنه تا اینکه به این نتیجه میرسیم بله این سندش حسن هست یا اینکه سندش در واقع قابل قبول هست، یعنی چون که ضعیف هست، ضعفش به خاطر چی هست؟ به خاطر جهل راوی هست یا به خاطر دروغ بودن راوی هست؟ نه، به خاطر دروغ بودن راوی نیست، به خاطر جهل راوی هست، نام برده نشده. خب قاعده اهل سنت و الجماعت هست، مفصلا من ان شاء الله توضیح خواهم داد، راوی روایتی که ضعفش به خاطر جهل راوی باشد قابل تقویت هست، این از مرحله ضعیف خارج می شود، به حسن لغیره یا صحیح لغیره در واقع می رسد. خب کتاب الاجوبة المرضیه فيما سئل السخاوی عنه من الاحادیث النبویه، که روایاتی که و حدیث هایی که از سخاوی در موردشون سوال شده. سخاوی نظر خودش در این روایت، در مورد این روایات گفته تالیف حافظ شمس الدین محمد ابن عبدالرحمن سخاوی هست. این جلد اول این کتاب هست و صفحه 16 این کتاب شماره 3. این حدیثی هست که از ایشون سوال کردن من آذا ذمیا فانا خصم، نظر در مورد این روایت چی هست؟ همون مطلب را گفته. رواه ابو داود، این روایت رو ابو داود نقل کرده به نحوی مانند همین روایت یا به مشابه این روایت در کتاب الخراج من سننه عن سلیمان ابن داود ابن مهران عن ابن وهب عن ابی صخر المدنی. این ابو صخر مدنی قبلا من ببخشید من اشتباه گفتم، در مورد صفوان ابن سلیم من گفتم، در مورد ابی صخر مدنی اختلاف وجود داره که آیا ثقه هست یا ثقه نیست، به این خاطر چون که این راوی در واقع مختلفی است که بحث سندی هست. از صفوان ابن سلیم آورده ان عدت من اصحاب رسول الله، همین روایت در اینجا آمده و اسناده لا بأس به. ببینید در اونجا اون در کتاب اشرز الفیا گفته بود که اسنادو حسنان، نظر اون بنده خدا میدونه اسنادش حسن است. در اینجا هم گفته اسنادو لا بأس به، قابل چشم پوشی هست. ببینید بحث متواتر کجا هست و تعبیر متواتر یعنی چی و تعبیری که میشه چشم پوشی کرد. زمین تا آسمان با هم دیگر تفاوت. ولا یضر جهالت من لم یسمى من ابناء الصحابه، اشکال نداره که تعدادی از ابنای صحابه هستن، فرزندان صحابه هستند و نام برده نشدن، این هیچ گونه ضرری به سندش نداره، زیرا که من عرض گفت که سندش لا بأس به، اشکالی نداره. خب اشکال داره، چرا اشکال نداره؟ اشکالش چی است؟ اشکالش این است که افرادش نام برده نیستند، مجهول هستند. میگوید که بله ولا یضر جهالت من لم یسمى من ابناء الصحابه، به چه دلیل این اشکالی نداره؟ به چه دلیل این جهالت در اینجا تأثیری نداره؟ فانهم عدد کثیر ینجبر به جهالتهم، اینا تعداد زیادی هستند که جبران کننده جهالت هست، یعنی ضعیفی که این به خاطر جهالت ضعیف شده و چون که تعداد زیادی هستند پس بنابراین این ضعف رو
می شود برداشت کرد. این ضعف این قابل تحمل هست، قابل انجبار هست و می شود که این حدیث رو با توجه به تعداد زیادی که در این طبقه هستند بگیم که این لا بأس به یا سنده جید. یعنی میشه گفت که تواتر در یک طبقه از روات وجود داره که اون ابنای صحابه هستند. این فقط این از نظر اصطلاحی میگن تواتر نسبی هست. به هیچ عنوان هیچ عاقلی نمیگه که این روایت متواتره. برای اینکه روایت متواتر باشه باید همین تعداد به طور مثال 30 نفر در تمام باشند. اینجا ابو داود نقل از سلیمان ابن مهران، سلیمان ابن داود ابن مهران، این از ابن وهب، از ابی صخر مدنی، از صفوان بن سلیم. در هیچ یک از این موارد این روایت متواتر نیست. یک نفر هستند یا احیانا 2 نفر 3 نفر هستند، در حد تواتر نرسیده. با توجه به اینکه راویانش هم چیکار هستند، از نظر عدالتشون جای بحث هست و در اونا کلام هست. این میگوید که با وجود این که این در این سند فرد افراد مجهولی هستند، اما این جهالت قابل چی هست؟ قابل جبران است. زیرا بنابر قاعده اهل سنت و الجماعت ضعفی که علتش جهل روات باشد قابل تقویت است. فانهم عدد کثیر ینجبر به جهالتهم و قد سکت علیه ابو داود. ابو داود هم این روایت رو آورده، حرفی نزده. اما مطلبی که اونجا بله در اونجا فهو عنده صالح، بس بنابراین این روایت چیکار هست؟ صالحه، قابل قبول هست. اما متواتر دیگه هیچ انسان عاقلی نگفته، نه با اصول علمی. کسی متواتر گفته باشه یعنی عاقل نیست؟ یعنی که با اصطلاحات محدثین در واقع ناآشنا هست. درست. یک افترا هست، یک دروغی هست که بر زبان محدثین هست. خب ایشون اومدن این روایت رو کاملا بررسی کردن. وقتی که من میگم که یک روایت باید اول بررسی سندی باشه تا اینکه ما به این نتیجه برسیم که این روایت صحیحه یا صحیح نیست، متواتر هست یا متواتر نیست، همین روش رو در اینجا دنبال کرده. من نمونه‌های دیگری هم در اینجا دارم. در اینجا میاد و قلت فی الباب عن عبدالله ابن عمرو، میگه در این مورد روایت دیگری اومده، از عبدالله ابن عمرو اومده، جابر اومده، ابی بکر اومده، ابی هریره اومده. دوباره یکی این روایت رو چیکار میکند؟ ذکر میکند. تک تک این روایات را ذکر میکند. این یکی رو امام بخاری در صحیح خودش اومده، لفظش یک چیز دیگر است، من قتل معاهده. و روایت بعدی رو آورده، میگه و قلت الراوی عنهم متهم بالاختلاق. این روایت دیگر، سند دیگر، میگه این راویش راوی دروغگوی بوده، متهم به اختلاق هست. متهم به اختلاق در واقع دومین درجه ضعفه. یعنی پایین ترین درجه ضعف در یک روایت این است که راویش در واقع حدیث پرداز باشه، جاهل حدیث باشه. یعنی. نه، دروغگویی یک مرحله در واقع یعنی بهتری هست. در یک مرحله این همون پایین ترین ضعف این است که راویش دروغ پرداز به این معنی که حدیث جلب کنه، جاهل حدیث باشه. بعد از این یک درجه بالاتر که بیایم، کسی هست که متهم به جعل شده. ما مطمئن نیستیم که حدیث جعل کرده، اما دربارش میگن که فلانی حدیث جعل میکنه، متهم به جهل است. این در واقع دومین درجه از پایین در واقع هست. میگه که قلت و الراوی عنهم متهم بالاختلاق، این راویش متهم به اختلاق و حدیث سازی هست. روایت سوم رو میاره، بعدش اون روایت چهارم رو میاره، تمام روایت رو بررسی میکنه. میگه که این روایت قبلی رو حاکم تصحیح کرده بود و فی تصحیح الحاکم له مقال. این تصحیح کردن حاکم خودش جای بحث داره که لیس هذا محل بحثش در اینجا نیست. روایت بعدی رو میاره، میگه فی سندی من اتهم بالوضع، در سندش افرادی هستند که متهم به وضع هستند. یا روایت دیگری در اینجا میآورن و این جالب اینجا است که تنبیه ذکر ابن الجوزی فی الموضوعات نقلا عن خط القاضی ابی یعلا محمد ابن حسین ابن فرا عن خط ابی حفص البرمکی. میگه قال سمعت ابا بکر احمد ابن محمد السیدلانی یقول سمعت ابا عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل یقول 4 احادیث تدور فی الاسواق. این حدیث نه، این از اون بدتره. یعنی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه گفته بود که این روایت اصلی نداره. این روایت رو ابن جوزی در کتاب الموضوعات آورده که این روایت جعلی هست. یکی از روایاتی هست که ایشون گفتند که روایت جعلیه، گرچه در این زمین هم بحث است. یعنی این حرفی که ابن جوزی در اینجا زدن قبول در واقع نیست، منتها نظر ایشون هست. یعنی روایتی رو که تا این اندازه علمای اهل سنت، امام احمد گفته که اصلی نداره، ابن جوزی رو در موضوعات یعنی روایات جعلی و ساختگی آورده، اون وقت آقایان ادعا میکنند که این روایت جزء روایات در واقع متواتر هست. این بحث این است که من عرض کردم در اینجا که این حرف ابن جوزی در واقع قابل قبول نیست و ابن جوزی این روایت رو در کتاب الموضوعات آورده و نمیدونیم چند دقیقه 5 دقیقه وقت داریم. منتها این جهل واقعا برای اینا برای این من یک لطیفه بگم در آخر برنامه که اسم کتاب الموضوعات اومد.
که من دیدم واقعا یعنی جای یعنی واقعا من متعجبم از این که یک فرد عالم، یک فردی که مدعی علم و درایت هست چگونه در واقع وجدان خودشون رو زیر پا میگذارند. حالا اگر وجدانی باشه که زیر پا بگذارن جناب بالفرض اگر وجدانی نباشه بینندگان شعور که دارند، حداقل باید به شعور بینندگان احترام قائل باشند. کدوم بینندگان؟ اینا مردم همه برده و کنیز خودشون فکر میکنن. به هر صورت خب من چی بگم دیگه، هرچی من میگم شما راه منو میبندید. به هر صورت من عرض میکنم این طرح غیر علمی، طرح مسائل به صورت غیر علمی و غیر اصولی و متضاد با اخلاق و تعهد علمی و دینی و شرعی که ما داریم، این بزرگترین ضربه را به خود اون فرد میزند و به مذهبی که نمایندهش هست. درسته که در یک فردی در یک جای مثلا چند نفر بی سواد نشسته و آدم به به و چهچه بکنن که به به عجب جوابی دادن. خب جواب دوباره جواب داره، واقعیت مشخص میشه. در این وسط کی ضربه را میبیند؟ وجهه خود همین فرد و مذهبی که در واقع نمایندگیش میکنه. من واقعا یعنی نمیتونم تصور بکنم که یک فرد عالم تا این اندازه تنزل بکند و این اندازه هم وجدان خودش رو زیر پا بگذارد و هم شعور بینندگان رو در واقع بهشون احترام نگذارد و به هیچ عنوان. ولی متاسفانه اتفاق افتاده، داره اتفاق در واقع بله. لطیفه همین کتاب الموضوعات که احیانا دیدیم که استاد این آقایون از کتاب الضعفاء اوخیلی مثلا یا از کتاب دیگری که اهل سنت و الجماعت دارن، مجروحین ابن حبان، از این روایت زیاد میارن. بله نمیدونم فلانی المیزان، بله در نمیدونم از ضعفاء این کتاب را آورده، از ضعفاء و المتروکین این حدیث اومده. خب اسم کتاب رو نگاه کن، اسم کتاب هست زبالدانی روایات جعلی. خب این از زبالدان پیدا کرده، برای من معتبره. این کتاب این موضوعات هم این گونه است. کتاب الموضوعات ابن جوزی مجموعه روایاتی هست که جعلی هست، ساختگی هست و به هیچ عنوان قابل قبول نیست. یعنی اصلا حدیث نیست، دروغ بستن به نام پیغمبر. میگن که یکی از خلاصه آخوندی سر منبر یا به هر صورت مولای، یکی از علما پای منبرش میرفت، میبیند که این آقا همیشه وقتی که حدیث بیان میکنه روز جمعه همش روایت جعلی میاره. تمام روایاتی که میاره روایات جعلی، دروغین، افترا و اتهام و افترا به نام پیغمبر هست. یک روزی جلوش گرفت که فلانی این روایاتی که تو میگی، حدیثایی که سر منبر بیان میکنی، اینا همش دروغه، اصلا حدیث نیست، به نام پیغمبر اینا رو ساختند. این چه وضعی که تو همیشه هر جمعه که من میام تو داری موعظت همه از اینه. میگه نه من اتفاقا اینا رو از کتاب آوردم، من کتاب دارم. میگه کتاب چیه؟ میگه بله من یک کتاب خیلی خوبی دارم به نام الموضوعات و این کتاب موضوعات مختلف علمی رو در اینجا جمع کرده. موضوعات و در واقع در هر زمینه که بخواید در این کتاب موضوع هست. خب کتاب الموضوعات یعنی روایات جعلی و ساختگی. این بیچاره علمش به همین اندازه بوده، فکر کرده الموضوعات یعنی موضوعات مختلف، جزء موضوعات و خوشش هم اومده که موضوعات خیلی مختلفی در این کتاب اومده و اینا رو برای مردم در واقع بیان کرده. خلاصه این که روایتی رو که ابن جوزی جزء الموضوعات آورده و جزء روایات جعلی و ساختگی آورده و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه اینو جزء روایات بی اصل و اساس آورده، آقایون اومدن و ادعا کردند که این روایت متواتر هست، اینم نمونهش و اینم سندش و اینم در واقع قاعده و اینم در واقع اصل که حقیقت برای بینندگان عزیز انشالله که واضح و آشکار شده. و من پوزش میطلبم چون که این بحث یک بحث یعنی علمی بود. از این جنبه من خوشحالم که دایره بحث محدود شده و بینندگان به یک نتیجه بهتر و راحت‌تر میرسن. اما باز هم این بحث یک مقدار در واقع سنگین بود و اما امیدوار هستم که اصل مطلب رو و تناقضی که در این گفتار آقایون وجود داشته انشالله که این دریافت کرده باشم. من هفته گذشته تقاضایی کردم از همون بیننده‌ای که برای ایشان عزیز بود، عرض کردم که اونم بیاد پادرمیانی بکنه تا اینکه جواب بدم. الحمدلله جواب دادند، ما هم جواب دادیم. بازم من تقاضا میکنم، ایشون گفتند که نه ما خود ما داریم رسم میکنیم و جواب بهتون میدیم، هیچ مشکلی را نداریم. بازم بزرگواری کردید، هفته قبل جواب دادید، این هفته هم بیایید جواب بدید که ما دوباره جواب شما را جواب میدیم. و غیر از این مطالبی که اضافه هست و هنوز فرصت نشد که من عرض بکنم، بازم انشالله در هفته آتی من اون مطالب را و تناقض‌های دیگر را، ردهای دیگر را بازم انشالله خواهیم آورد که از این هم بدتر هست اونها.
و نمونه های دیگری رو خدمت بینندگان عزیز نقل میکنم. اما امیدوار هستم این مطالبی رو که من عرض کردم، نقدی رو که من وارد کردم، این انشالله در هفته آینده ایشون جواب بده. بله. البته ما فقط تونستیم 2 تا کلیپ رو پخش بکنیم، 5 تا کلیپ اختصاص داده بودیم در برنامه امشب، منتها برای اثبات حماقت ها و دروغ ها و خیانت ها و جهالت این آخوندا لازم بود که بحث کمی وسیع‌تر ارائه بشه. من یک نکته رو در ضرب المثلی از سالا دیگه بهشون بر میخوره بر نمیخوره، اگر بهشون بر میخوره سرشون رو بزنم به دیوار دیگه. این واقعیت اینه، میگن که هر گردی گردو نیست آقای ابوالقاسمی و هر سیبیلویی هم بابات نیست. وقتی که تو کتابخانه‌های اهل سنت میری دنبال این مطالب میگردی، یک صفحه اینور و اونور، یعنی هر جا که کلمه متواتر ذکر شده بود فکر نکن که اون سیبیلویی که باباته یا همون حدیث متواتری که شما اینقدر بهش گیر دادی. نه تو، نه اجداد تو، نه اساتید تو، نه حوزه علمی قومت، نه نجفت، هیچ کدومشون نمیتونن یک حدیث صحیح در اثبات امام زمان خیالیتون بیارن. در طول تاریختون شما نتونستید و تا قیام قیامت هم نخواهید توانست. نه حدیث متواتر دارید، نه حدیث صحیح دارید و نمیتونید این موهوم خیالیتون رو ثابت بکنید. همون بهتر که فریبکاری و حقه بازی و دغل بازی رو بذارید کنار. جناب استاد حرف پایانی اگر دارید؟ دیگه فرصتی هم نمونده، حرف دیگری ندارم. امیدوار هستم که حقیقت و واقعیت برای همه بینندگان عزیز در واقع مشخص شده باشه. سلامت باشید. تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که واقعا زحمت کشیدن و این مطالب رو جمع‌آوری کردن تا خیانت این آخوندهای که به نام تشیع مدعیان دروغین محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در پی فریبکاری و حقه بازی هستند. اما جواب یک سری حرفایی که زدن و فحشایی که دادن، در هفته گذشته کلیپ یهودی زاده ولد زنا پخش شد، حدیث متواتر در اثبات زنازاده و یهودی زاده بودن آقای مکارم شیرازی و در مورد جناب رهبر معظمشون که اینم روایت های متواتر است، ما از علما و بزرگانشون آوردیم. در طول هفته آینده هم اینا پخش میشه چون که خیلی دوست دارن این چیزا رو، دوست دارن که این چیزا پخش بشه. در پایان امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به همه مسلمانان توفیق پیروی از راه حق و حقیقت، راه قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نصیب بکنه و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.